بسم الله الرحمن الرحیم. انصاف علی هدایت هستم و برنامه 158 مهندسی جهل رو آغاز میکنم. امیدوارم که امروز با خواندن و آشنایی با یک کتاب چند صد ساله قدیمی به زبان ترکی، ولی کتابی که در چند صد سال پیش با دست نوشته شده و دشمنان ترک ها و خائنان ترک هنوز نتوانستند به این کتاب ها دسترسی پیدا بکنن و درون اونها رو بر اساس نیات و خواسته های خودشون تغییر بدن. با خواندن یک کتاب قدیمی خطی دست نوشته متخصصی به زبان ترکی امیدواریم که بتونیم یک دریچه‌ای، یک روزنه‌ای، یک شکافی در زندان مهندسان جهل یا زندان مهندسی جهل ایجاد بکنیم و بتونیم جهان بیرون از آنچه را که در 250 سال گذشته به تدریج برای ما ساختند و برای چند نسل، احتمالاً 15 نسل ما رو به تدریج در این زندان گرفتار کردند و هر روزی که بر روز قبل افزوده شد بر عمق دیوارهای ذهنی و عقلی زندانیان سیاسی و زندانیان جهل افزوده شد. یعنی دیوارهایی که در مغز ماها وجود داره به اندازه روزهایی که و ساعتهایی که در این زندان زندگی کردیم. به این قدرت و به این عظمت و به این پشتوانه در وجود داره و باور ما به این زندان و اعتقاد ما، اراده ما به این که زندان رو خود ما در درون ما، زندان خود ما هستیم، در درون ما، در عقل ما، در مغز ما هست و ما این رو با خودمون حمل میکنیم، این زندان رو با خودمون حمل میکنیم. واقعا سخته، واقعا باورش به یک چنین واقعیت دردناکی بسیار سخته. حقیقت اینه که این دشمنان این زندان رو در درون ما ساختند، با کتاب ها، با روزنامه ها، با مجله ها، با هفته‌نامه ها، با ماهنامه ها، با مدرسه ها، با معلم ها، با دانشگاه ها، با اساتید دانشگاهی، با ملاها، با منبرها، با عزاداری ها، با عروسی ها، با موسیقی، با فیلم، با سینما، با تئاتر، با گفتگوی روزمره‌ای که ماها با همدیگر داریم و این زندان رو با هم هی می سازیم و خروج از این زندان تنها راه خروج از زندان آشنایی با کتاب‌هایی که دشمنان ما هنوز نتونستن به اونها دسترسی پیدا بکنن. در نتیجه مجبوریم به کتاب‌های قدیمی مراجعه بکنیم تا بتوانیم یک تصوری از زندان داشته باشیم. یک مثالی برای شما بزنم. فکر بکنید که همه ما، مادرانمان توسط یک رژیمی، فرق نمیکنه هر رژیمی در روی کره زمین باشه به زندان افتاده، در زندان ازدواج کرده، در زندان بچه دار شده و ما در زندان بزرگ شدیم. برای ما چیزی که وجود داره اون زندان هست. اینکه باور بکنیم یه چیزی در خارج از زندان وجود داره خیلی سخته. باور بکنیم که انسان‌های آزادی وجود دارن. خب آزادی در زندان هست، من هر کاری میخوام انجام میدم، چه فرقی میکنه که من نمیتونم مثلا از ایران خارج بشم، چه فرقی میکنه که از زندان هم نمیتونم خارج بشم. بدون اجازه دولت ها من از مرزها نمیتونم خارج بشم یا وارد بشم. میزنن، میکشن. اینجا هم زندان هم همینطوره. در زندان باید رفتارهایی رو انجام بدم که طبق اراده زندانبانها یا دادگاه ها یا هر کسی دیگری در اونجا وجود داره و بر اساس اون باید زندگی کرد و زیست و مرد. ما در یک چنین فضای ماتریکسی در ذهن خودمون و در اجتماعمون و در اجتماع بشری زندانی هستیم. حالا برای همین
من شروع کردم به خواندن کتاب‌های ترکی و این جلسه 158 مهندسی جهل که میخوام در رابطه با اون جهل‌ها بگم چی وجود داره. الان میریم یه کتاب دیگری که قبلا دانلود کردیم، حدود 2 هفته یا 3 هفته پیش دانلود کردیم و بیش از 40 تا. این یکی از اینها رو ببینیم کدوم امروز برای ما هستش، اون رو بخونیم. اگر اشتباه نکنم دیروز یک قرآن رو باز کردیم، یک قرآن ترکی، حالا که در سال 737 هجری قمری نوشته شده بود و من نتوانستم زبان ترکی آن را بخوانم. نوشته های ترکی آن برای من گنگ بود، اینگار یک زبان دیگری بود. برای چه؟ برای اینکه مهندسان جهل زبان ترکی رو از ما دریغ کردن. در این زندانی که ما هستیم زبان فارسی زبان زندانبان، زبانی است که زندانبان میخواد ما باهاش بزرگ بشیم و زبان مادری خودمون رو که در زندان زاییده شدیم نتونیم بخوانیم. حق نداریم، زبان مادری ما زبان تلقی نمیشه. در نتیجه ما در این زندان ایران حق نداریم به زبان مادری خودمون آموزش ببینیم، تخصص بگیریم، دیپلم و لیسانس و فوق لیسانس و دکترا داشته باشیم، پروفسور بشویم، در مدرسه و در دانشگاه به این زبان آموزش بدهیم، کتاب‌ها به این زبان باشه، مجلات و روزنامه ها، رادیو و اینها، تلویزیون و اینها با این زبان باشه، فیلم و سینما و تئاتر و موسیقی و همه چیز به این زبان باشه، ملا و مسجد و منبر به این زبان باشه، با این زبان استخدام بشیم، با این زبان آموزش ببینیم، با این زبان پول در بیاریم و زندگی بکنیم. این وجود نداره. در نتیجه ما به فقر زبانی مبتلا میشیم. زبان ترکی در زندان ایران تبدیل میشه به زبانی که هر روز بیش از روز قبل کوچکتر و کوچکتر و لاغرتر و لاغرتر و نحیفتر و نحیفتر و مردنیتر و مردنیتر میشه. در نتیجه وقتی مراجعه میکنیم به کتاب‌های ترکی رو نمیتونیم بخونیم، نمیتونیم با کتاب‌های قدیمی ترکی یا جدید ترکی ادبی رابطه برقرار بکنیم، چون ما زبان ادبی ترکی رو یاد نگرفتیم، چون ما زبان علمی و تخصصی ترکی رو در رشته‌های مختلف یاد نگرفتیم، چون ما با اصطلاحات زبان ترکی در رادیو و تلویزیون و بحث‌های سیاسی و حقوقی و اجتماعی و علمی و پزشکی و داروسازی و موسیقی اینها آشنا نشدیم، چون فکر می‌کنیم دیگه زبان ترکی زبان علم نیست، زبان تخصص نیست، زبان موسیقی نیست، زبان اینها نیست. این در نتیجه کتاب رو دیروز نتونستیم بخونیم. اما بریم ببینیم امروز یک داستان که نوشته شده و به شانسمان در اومد، ببینیم که اون چی هستش. کتاب رو مثل همیشه کوچیک میکنیم تا کل صفحه کتاب که ازش عکس گرفته شده و به PDF تبدیل شده دیده بشه. این کتاب ظاهراً در کشورهای اروپایی، یکی از کشورهای اروپایی نگهداری میشه و مناقب آک غریب و آه سنام خانم. حالا اینجا مناقب عاشق غریب و سنم رو و خانم سنم رو داره اینجا می نویسه. حالا به احتمال زیاد این از طریق این آک و آه متوجه میشیم که این یکیش مرد یکیش زنه. این کتاب احتمالاً دوباره در فرانسه نوشته شده باشه. حالا اینجا برمیگردیم احتمالاً یک چیزی پیدا بکنیم. اینجا با جلد کتاب روبرو هستیم. قسمت بالایی که میبینید جلد حاشیه شیرازی کتاب هست، اون قسمت سیاهی که هستش. هر دو طرف کتاب جایی که باز میکنید، این پایین صفحه‌ای که جایی که باز میکنید و چیز، این نشون میده که
عرض کتاب رو الان از عرض کتاب، یعنی اونجوری که باز میکنیم صفحه بزرگ میشه، اونجوری عکاسی کردن و اونجوری نوشتن. احتمالاً این کتاب رو برعکس کتاب‌های دیگه چیز کردن. صفحه داخل جلد رو میبینید، روی جلد هیچ عکسی نیست الا این خطایی که بعداً کشیده شده، قبلا وجود نداشته، احتمالاً بعداً کشیده شده. صفحه بعدی رو میبینی که دوباره یه آدمی مداد رو برداشته و اونجا خط خطی کرده. این صفحه رو میبینیم که یه چیزی دولت لویگو چی هستش که خونده نمیشه. اینجا هم به یه چیزی به فرانسه یا هر زبان دیگری، احتمالاً ترکی، این هر زبانی نمیدونم، نوشته شده. اینجا نقاشی هایی رو کشیدن و این قسمت با کتاب رو برعکس کردید که جدیدن که با مداد نوشتن، یعنی این در عصری بهش. اما کتاب از اینجا شروع میشه. میدونی که هر کتاب خطی یا هر سطری که نوشته میشه توسط یک فرد، اثر اون فرده و منحصر به فرده، مثل اثر انگشتی که همه ماها داریم، اما هیچ کدوم اثر انگشت ها با اثر انگشت یک انسان دیگری 100% این هم نیست. ممکنه که 90%، 99% این هم باشه، ولی 1% این هم نیست. سلام علیکم. علیکم سلام دوست عزیز. ولی این کتاب های دستی و خط دستی که شما و من هم می نویسیم مخصوص به ماست. هیچ کس نمیتونه 100% این ما تقلید بکنه. یه جایی با مشکل برام خوبه، برای اینکه خط مثل اثر انگشت برای مختص هر فرد. اینجا میبینیم که کتاب رو ببینید، پایین شیرازه کتاب هست، بالا صفحه کتابه. کتاب رو برعکس کتاب‌های قبلی که خوندیم صفحه بندی کردن. خیلی جالب هست این از نظر صفحه بندی و دوختن کتاب، خیلی چیزه. میبینید که اسم کتاب رو اینجا مناقب عاشق غریب و شاه سنم خانم. سنم رو هم با سین نوشته، نه با صاد. به معنی سنم به معنی بت یا مجسمه نیست. این سنم ترکی هستش، نمیدونم چی به معنی چی هست، معنیشو نمیدونم در زبان ترکی سنم چی هست، اما این عربی نیست و با صاد نوشته نشده. بعضی از اسامی رو در ایران وقتی رفتن مثلا گفتن که شاه سنم، با صاد نوشتن به معنی شاه مجسمه ها یا مجسمه شاه. ولی اینجا این سنم رو با سین نوشته، یعنی این سنم اون به اون سنم بت نیست، برای اینکه ما مسلمون ها اسم بت رو اسم نمی کنیم برای بچه هامون. در نتیجه این کاری که در ایران میبینید، من خیلی دیدم، این به خصوص الان که این رو خوندم، شاه سنم یادم اومد یکی از فامیل ها اسم فامیل ماست و میدونم که با صاد نوشته شده. خب بقیه یک متن بدون اینکه کادری براش کشیده شده باشه و خیلی هم جا برای حاشیه نویسی گذاشته باشه، برای اینکه داستانه، کسی نمیخواد بیاد در مورد داستان نظر خودشو بنویسه یا کلمات رو اصلاح بکنه، بگه دروغ میگی، اینجا میگی راست میگی، اینجا مثلا این رو فراموش کردی، اینجا یک کتابی که اینجوری دیدم. برای همین فقط با یه فاصله خیلی کمی کلمات رو از هم، خیلی فاصله شون کمه، سطر هم فاصله شون کمه، ولی باز هم قابل خواندن هست. به نظرم میاد که خط جالبی هست. من میتونم با این خط، برای من زیباست، برای اینکه من میتونم این خط را بخوانم و وقتی بتوانم یک خط رو بخوانم میتوانم با اون متن ارتباط برقرار بکنم، اون متن رو بفهمم، اون متن رو حس بکنم، باهاش رابطه عاطفی، رابطه فکری، رابطه احساسی، رابطه اخلاقی، رابطه دینی، رابطه ضد دینی، هر جوری که هستش باهاش رابطه برقرار بکنم و بتونم حتی باهاش رابطه وارد بحث بشم. اینجا هم
با این کتاب رابطه میتونم برقرار بکنم برای که میتونم بخونم. اما ما نمیتونیم با من با کتاب، با این متن میتونم رابطه بکنم، نه با نویسنده. چون نویسنده با اون احساسی که اینجا رو چیز کرده، من با اون رابطه نمیتونم برقرار بکنم. من با متن میتونم رابطه بکنم و متن خود نویسنده نیست، جدای از نویسنده است. وقتی از ذهن نویسنده و از احساسات او، از عقل او، از فکر او، از دین او، از ضد دینی، از نگاه دینی او تراوش میکنه به روی کتاب میاد، یک متن، یک موجود جداگانه، جدای از اون نویسنده میشه. احتمالا خود نویسنده وقتی دوباره برگرده متن رو بخواد بخونه متفاوت بفهمه یا متفاوت بخواد بنویسه، دوباره تغییراتی درش ایجاد بکنه، برای اینکه هر بار که متن رو میخوانیم با یه متن جدیدی روبرو هستیم. اگر یک متن ثابت رو 1000 نفر بخونه، با 1000 تا 10,000 تا 1,000,000 تا بخونن، 1,000,000 فهم جداگانه ازش دارن، 1,000,000 متن جداگانه در ذهنها روشن پیدا میکنه که همین متن رو اگر کنار دستی من، دوست من، کسی که هم فکر منه بخونه، متفاوت میفهمه. خب و هیچ کدوم ما نمیتونیم با نویسنده که زنده باشه یا مرده باشه فرقی نمیکنه، نزدیک به ما زنده باشه یا خیلی صدها سال پیش، 1000 سال پیش، 5000 سال پیش، 10,000 سال پیش زنده بوده، نمیتونیم باهاش ما با اون ارتباط برقرار نمیکنیم. با این متنی که در یک زمان خاصی و توسط یک صاحب متنی نوشته شده بوده میتونیم رابطه برقرار کنیم. با خود صاحب متن نمیتونیم ارتباط برقرار بکنیم. حالا این داستانه و به همین سبک هم وجود داره. من فقط میخوام ببینم که آیا این داستان، حالا 142 صفحه هستش که در 142 صفحه پی دی اف هم نوشته شده، برای اینکه کتاب خیلی بلند هستش، این رو تونستن که چیز بکنن، در یه صفحه جا بدن. من حالا یه مقدار سرعت رو بیشتر میکنم که اینجا مثلا یه چیزی، اینو میخواستم بفهمم که اینجا رسیدم به اون. در داستانهای ترکی، در حکایت نامه های ترکی که امروزه دیگه فراموش شده، در کتاب‌های جدید ندیدم این نوشته بشه، یعنی در داستان‌های جدید خیلی معذرت میخوام. الحمدلله. در داستان‌های قدیمی که نوشته هم میشد، داستان‌های قدیمی حتی امروزه هم تکرار بشه، چون در گذشته دور نوشته شده، بر اساس یک سیستم عاشقی نوشته شده. معمولا در داستان‌های قدیمی انسان ترک یه سازی همراه خودش هست، به خصوص عاشق‌ها. انسان عاشق ترک، عاشق نه به معنی کسی که موسیقی نوازه، نه، عاشق به کسی که عاشق یک کس دیگریه. از فرط عشق به امروزه هنر میگن، به ساز رو میاره و از انسان ها دور میشه، به هنر، امروزه هنر گفته میشه، ساز گفته میشه، بهش رو میاره. چرا که تنها کسی که میتونه درد او رو هم بفهمه و هم به صدا در بیاره، اون چیزی که در دل اون هست، ساز هست. انسان ها ما رو به آن شکلی که ما میخواهیم نمیفهمند. سخنان ما را، احساسات ما را بر اساس تجربه و نیاز خواست خودشون درک میکنن. اما ساز اون چیزی هستش که من احساس میکنم و این زخمه رو به تار میزنم و صداشو در میارم و حرفایی که میزنم ساز هم اون رو کمک میکنه فهمیده بشه. اون هم حرفها و احساسات منه، لحن من، نوع کلام من این رو معنی میکنه. در زبان ترکی عاشقی، کسی که عاشقه، حالا زن باشه یا مرد باشه، عاشق یک کسی دیگری میشه، پناه میبره به وسیله موسیقی به نام ساز. این ساز رو با خودش همراه میکنه، باهاش صحبت میکنه، باهاش حال میکنه
باهاش درد دل میکنه، درد دلشو با این بیان میکنه. در نتیجه هر جا میخواد با یکی صحبت بکنه در مورد عاشقش، ببینید چیز دیگری نه، در مورد عاشقش میخواد صحبت بکنه، هر چیزی که مربوط به عشق و معشوق باشه چرا که انسان در زبان ترک هم خودش عاشق هست، هم خودش معشوقه، هم خودش عشقه. و من یه چیزی اضافه کردم، انسان خودش راهه، خودش هدفه، خودش مقصده و خودش راه رو رونده هست، راه رونده هست، راهنما هم خودشه. متاسفانه چه بخوایم چه بخوایم. در نتیجه به جایی میخواسته دردشو بگه، من عاشق فلانی هستم، من از عشقم جدا افتادم، من برای اینکه به عشقم برسم به یک چیزی نیاز دارم، برای اینکه من به عشقم برسم به یک کمکی نیاز دارم، راهنمایی نیاز دارم. این سازشو از این پارچه‌ای که ساز رو درون اون مثل کیف بود میگذاشت، از اون در می آورد، به سینش میچسبون. باغرنا باسار، سینه نیستین، سینه با باغر فرق میکنه. باغرنا باسار و اون رو میزد و اون به شکل اشعار در می آورد. به همین شکل هم نوشته میشد، داستان رو میگفت. یه جایی میرسی که اون یکی از این کاراکترهای اصلی، حالا عاشق و معشوق، یکی از این دوتا، نه فرد سوم، میخواد با هم صحبت بکنن یا با یکی دیگه صحبت بکنه، این رو به شکل شعر میگفتن و این رو عاشق‌ها وقتی ساز رو به صدا در می آوردن و حتی جالبه وقتی عاشق‌های سازنده ها بگیم، آهنگسازها میخواستن اینها رو بسازن، برای اون شعر یک آهنگ مخصوصی میساختن و میگفتن مثلا میخواد با آهنگ گرایلی بزنه بخونه و ما ساز رو با گرایلی میسازیم تا برای شما داستان رو ادامه بدیم، ببینیم چی میگه. اینجا دیدم که این کتاب هم به همین شکل رسیده به یه جایی که این غریب مرده، صنم زنه، اسم مردونه و اسم زنونه است. غریب عربیه، صنم ترکیه. اینجا دو تمدن رو هم نشون میده در مقابل هم، یکی عاشق یکی دیگری است. معمولا این کسی که عاشقه اسم عربی داره، اون کسی که معشوقه اسم ترکی داره. اینجا در این داستان در نتیجه یک نوع عاشق و معشوقی میان دو زبان هست، دو تفکر هست، دو تمدن هست، دو مدنیت هست. یک مقاطعی، یکی از اینها برتر بوده از دوره سلجوق غزنویان به بعد. این ترک ها هستن که به تدریج قدرت میگیرن و در عثمانیه ترک ها هستن که قدرت مطلق رو در دست دارن، خلافت رو هم در دست دارن. در غزنویه خلیفه ترک نیست، در عثمانیه خلیفه ترک نیست، در صفویه ترک نیست، اما وقتی عثمانیه هست، عثمانیه خلیفه ترک هستش و قدرت از عرب ها به طور کامل به ترک ها منتقل شده. حالا اینجا میبینم که غریب ساز رو به سینه میزنه و بوسویلری بیچاره. حالا بذار ببینیم، بعدا میایم این قسمت ها رو میخونیم. بعد جواب میده. حالا این کتاب رو تو دست خطه شعر رو وقتی میخواد بگه، دو بیتش رو به قرمز نوشته، دو بیتش رو با سیاه، دوباره دو بیتش با قرمز، دوباره با دو بیتش سیاه. همینجوری دارم میبینم. در احتمال میدم که اینها اشعار خود غریبه، یعنی با یک کسی در مقابل جواب نمیده، ولی در بعضی از اشعار عاشق و معشوق وقتی به هم میرسن به همدیگه جواب میدن و اینها هم به شکل جواب نوشته میشه. و این زیبایی این کتاب‌های ترکی در همینه که در گذشته به این شکل دوباره اینجا ما میبینیم که به یک متن دیگری عین همون رسیدیم. در اینجا متاسفانه وقتی این اشعار رو گفته، نویسنده احساساتش خیلی تغییر کرده، به خودش به هیجان در اومده نویسنده و کلمات رو هم به هم نزدیکتر نوشته، سطرها رو به هم نزدیکتر نوشته، سطرها کج میشه. وقتی
در یه وقتی یه متنی در مورد روانشناسی دستخط میخوندم، اونجا نوشته بود که وقتی انسانی در طول نوشتن احساس برتری بکنه، احساس بزرگی بکنه، احساس بکنه که رقیب نداره، رو به بالا، خط از یه خط مستقیم نمیره، خط هر چقدر جلوتر میشه به طرف بالا کج میشه، که نویسنده به طور آگاهانه یا ناآگاهانه برتری خودشو بر خواننده یا بر کسانی که مخاطب هستن نشان میدهد. ولی وقتی که به هیجان در خودش رو فقیر احساس بکنه، کم احساس بکنه در مقابل اون دیگری که عاشقشه، پایین سکوت میکنه، خط راست نمیره. ما الان این خط ها رو چون چاپی هستش، تمامی کتاب ها در یک خط راست چاپ میشن، ما با احساسات نویسنده روبرو نمیشیم. ولی در کتابی که الان داریم میخونیم ما این دوتا رو میبینیم که کج و معوج میشه، خط تو یه سطر کج و معوج میشه و به جای اینکه بالا بره پایین میاد و ما میبینیم که این وقتی در این سطر 11 صفحه 11 کتاب ما با این روبرو هستیم که این بالا و پایینی رو میبینیم، گاهی بالا میره سطر، گاهی پایین میاد، گاهی موج میزنه. این مثلا در اون صفحه بالاتر یه مقدار رفته بود، اینجا پایینتر اومده و ما این رو میبینیم. بعد سطرها هم به هم نزدیک شدن بر اساس همین موج مقدارش. دوباره یه مقدار که از اون احساسات دور میشه، دوباره سطرها درست‌تر میشن و دوباره وقتی میرسه به شعرها دوباره خطها چیز میشه و حتی وقتی خط میکشه زیر بالا یا زیر اون مطلبی که میخواد بنویسه، خود خط هم کجه. این احساسات رو داره نشون میده. ولی به یک صفحه‌ای میرسیم که عاشق غریب شعرهاشو میگه و اینجا بیتها به جای اینکه مصرعها در مقابل هم نوشته بشن، در زیر هم نوشته میشن. دو مصرع در زیر هم، مثل امروزه که در شعر نو یا شعر نو بیشتر مثلا می نویسن میرن جلوتر یکی می نویسن، این هم مصرعها رو، بیت ها رو به مصرع تقسیم کنه، یعنی دو مصرع رو در یک مقابل، بیت دوم رو در مقابل این و در زیر دوباره همینجوری این رو تقسیم بندی میکنه و مینویسه و این دیگه اون از رنگ استفاده نمیکنه. در اونجا از رنگ استفاده کرده بود و برای جدا کردن مصرع اول از مصرع دوم که یه بیتی رو تشکیل میدن خط کشیده بود. اینجا میبینیم که نه، دیگه با فاصله‌ای که میان اینها با سفیدی میذاره مشخص میکنه که این بیت اول هست، این بیت دوم هست و بعد دوباره همین رو میبینیم. اینجا دوباره نویسنده هیجان اومده، دوباره این سطرها موج پیدا میکنه، از هم جدا میشن، سطرها به هم نزدیک میشن، بالا میره. بعضی از سطرها هر چقدر به طرف انتهای سطر میره بالا میره و هر چقدر بعضی ها یه مقدار پایین تر میاد. این هیجان رو نشون میده که هیجان بالا و پایین میشه و میبینیم که بر زیر یا بالای بعضی از کلمات خط قرمز میکشه. حالا بتونیم بیایم اینها رو ببینیم. اینها از نظر ظاهری این تمدن مکتوب داستانسرایی ترکی رو نشون میده. داستانسرایی ترکی هیچ وقت خالی از شعر نبوده، برعکس زبان فارسی یا زبانهای دیگری که داستانسرایی داستانه. زبان ترکی زبان داستان و حکایت و تاریخ نویسی در ترک زبان شعر، موسیقی و ادبیات با هم آمیخته هست. اینها رو میبینیم. حتی به یه جاهایی میرسیم که میبینیم اون خطی که باید سطرها در یه جایی با هم شروع بشن، در یه جایی قطع بشن، میبینیم که موج میگیره اینجوری، یعنی اون سطرها از به بالا پایین تو یه خط نیستن، یه موج گرفته به طرف پایین، انگار به طرف بالا نه. یعنی پایین زمانی که از بالا به پایین میاد اینجوری و وقتی بالا اگر از این بالا که میاد به طرف چپ بره، این به نظرم میاد که
بالا میره. به نظر من اینجوری میاد. اینجا در صفحه بعد میبینیم که این طوفان خیلی بیشتر شده، سطرابه خیلی به هم نزدیک شده و کلمه ها هم خیلی به هم نزدیک شده. نشان میده که نویسنده درگیر یک عشقی خودش، یک چیزی که نویسنده خیلی تلاطم روحی داره. وقتی شعر رو می نویسه واقعا از درونش این می جوسه و خودش مبتلای اون هست. اون عاشق غریب و عاشق صنم خودش رو سمبولیزه میکنه داستان. در نتیجه هیجانات خودش رو اینجا روی کاغذ به ما نشون میده و ما این رو میتونیم از نظر روانشناسی احتمالاً باهاش یه ارتباط بیشتری برقرار بکنیم، بیشتر از اونی که در کتاب‌های قبلی که دیدیم هست. خیلی کلمات به هم نزدیک میشه ولی نوع خط همون خطه، یه نفر داره مینویسه، دست خط عوض نمیشه، اداری هم نیست. احتمال میدم حالا وقتی برگردیم دوباره بخونیم شاید بتونیم پیدا بکنیم که آیا کلمات هم تغییر میکنه، آیا نوشتن سین مثلا وقتی که عاشق به عشق گرفتار هستش میخواد در مورد عشق صحبت کنه، آیا نوشتن سین و شین و الف و ب و جیم و دال حروف، یعنی نقاشی کردن حروف بر روی صفحه، آیا تغییر میکنه وقتی هیجانی میشه، مثلا قصه دار میشه، آیا وقتی که خیلی شاد میشه آیا این تغییر میکنه؟ اینها رو هم شاید بشه در الفبا رو که نقاشی میکنه بر روی کاغذ بتونیم از این طریق ببینیم. این هم با دیدن یکی دو تا حرفی که اینجا دیدم بهم این سوال ایجاد شد که آیا رو بپرسم همین انجام. من یه مقدار حالا دیگه تقریبا با سبک نه میخواستم بگم آشنا شدیم، نه میرسیم به یه جایی که صنم و کرم روبروی هم رسیدن و هر دو حالا میخوان به هم شعر بگن و میخوان با هم حرف بزنن، اما این حرفشون حرف ساده نیست، حرف عاشقانه است. حرفیه که دوتا عاشق میزنه، نه حرفی که در رابطه با عشق باشه، نه، دوتا عاشق به هم رسیدن، حالا دارن با هم صحبت میکنن، چه بدونن چه ندونن دارن عشقشون رو اظهار میکنن. چون هر کلمه عاشق که اصلا زیست عاشق وقتی زندگی میکنه حتی خوابش هم عاشقانه است. اگر غذا میخوره عاشقانه است، اگر آب میخوره عاشقانه است، اگر گل رو نگاه میکنه آبیاری میکنه عاشقانه است، اگر سر کار میره عاشقانه است، اگر سر کار برمیگرده عاشقانه است. زندگی عاشقانه یه چیز دیگریه که بین دو تا عاشق وجود داشته باشه. و وقتی دو تا عاشق با هم صحبت میکنن، البته به هم نرسیدن که معمولا عاشق‌ها به هم نمیرسن متاسفانه، در دنیای عشق به هم نمیرسن. اینجا من یه تعدادی کلمه رو میبینم که در کتاب‌های علمی دیدیم که علمی و تخصصی دیدیم که وقتی یه حرفی رو میخواد بگه، خیلی نویسنده میخواد تأکید بکنه که این خیلی مهمه، میاد بر بالای اون خط میکشه. اما در این داستان میبینیم این نویسنده بر زیر اون کلمه ها، تک تک کلمه هایی که فکر میکنه خیلی مهمه، بر زیر اونها خط قرمز میکشه و به یه جایی رسیدیم که حالا غریب و صنم با هم صحبت میکنن. صنم با رنگ قرمز نوشته شده، اشعاری که صنم، اون کلماتی که صنم میخواد بگه اینها با رنگ قرمز، و اون اشعاری که غریب میخواد بگه با رنگ سیاه نوشته شده اشعار رو. این هم چیز تازه‌ای بود که اون حالتی بود که دوتا شعر این اسم داره. البته این نوع شعری که دو نفر با هم گفتگو بکنن یا حتی بیشتر، احتمالاً بعضی جاها مثلا 10 تا عاشق جمع شدن یه جا با هم در مورد یک مسئله مسابقه دارن میدن، که معمولاً این در دربار عثمانی و صفوی وجود داشته، به خصوص در دوره صفویه این وجود داشته که عاشقا شاعران اینا می اومدن در دربار، یه موضوعی انتخاب شده بود میشه و هر کسی در اون باره نظر خودشو بیان میکنه و با هم مسابقه میدن درباره اون، که امروزه هم در آذربایجان این شعر وجود داره. حالا شاید به قهوه خانه میگن یا میخانه شعر میگن، قهوه خانه یا میخانه، هر دوتا هست احتمالاً.
من خیلی آشنا نیستم، در نتیجه فقط یه تعدادی ویدیو پایین دیدم که 10 نفرن با هم چیز میکنن، یه نفری که مجری برنامه است یه کلمه میگه یا یه کلمه ترکیبی میگه که هر کسی باید اشعارشو درباره این فکر بسازه یا این کلمه در اشعارش این رو به کار ببره و این 10 نفر با هم مسابقه میدن، هر کس نتونه بسازه از حذف میشه و بعدی و بعدی و اگر جایزه‌ای باشه به اون نفری میرسه که در تا آخر تونسته بمونه. این امروزه خواستم بگم که هنوز هست، ولی به یک صفحه‌ای میرسیم که انگار رنگ قرمز این آدم تمام میشه و یک کلمه رو با قرمز نوشته و انگار که رنگش جالانده، انگار که حالا بگیم جالانده چی میشه به ترکی، پاشید زمین، یه چنین حالتی صحنه‌ای میده و بعد این رنگ قرمز تمام میشه و هم غریب هم صنم هر دوتاشون اشعارشون به رنگ سیاه نوشته میشه، فقط اسمشون هست، انگار که یکی میشن. اول جدا بودن، در نتیجه رنگ قرمز و رنگ چیز با هم بحث میکرد، حالا که همدیگه رو شناختن یا به خودشون به همدیگه اظهار عشق و علاقه کردن، تبدیل میشن به یه آدم، به یک روح در 2 بدن. حالا احتمالاً کتاب در آینده ببینیم چه نشون میده، اگر از هم جدا هم بشن، پدر و مادرشون، جامعه، دین، مذهب اینها رو از هم جدا بکنه، معمولاً اینجوریه، فاصله طبقاتی، فاصله دین طبقات دینی وجود داره در داستان‌های ترکی معمولاً و این باعث میشه که اینها از هم جدا بشن، اینها رو نذارن به هم دیگه برسن، اینها رو مثلا یکی رو از اون منطقه، برای که نمیخواد با مثلا میگم یکی مسلمانه یکی کافره یکی مسیحیه، نمیخواد اینها رو به هم برسن، یکی کوچ میکنه از اونجا میخواد بره و اون دیگری، البته معمولا ترک ها هم اهل کوچ هستن، یعنی کوچ رو هستن، بودند در گذشته و الان هم یه بخشهایی از ترک ها هنوز کوچ میکنن، مثل عشایر زندگی میکنن، بخشهایی از ملت ترک قشقایی، بخشهایی از ترک قرداغ، بخشهایی از ترک های دیگر که ترک هستن و ما به اینها نمیگیم ترک، به اینها میگیم کرد، یعنی اون هم ترکه من هم ترکم، اما چون اون کوچرو هست، اون عشایری زندگی میکنه، بهش میگیم کرد، نمیگیم ترک. این کلمه کرد در زبان ترکی اسم برای مهاجر، در نتیجه این کردهایی که به منطقه ما اومدن و ساکن شدن، الان در روستا دارن، شهر دارن، اینها کردن، اینا مهاجرن. خود کلمه کرد در فرهنگ و تمدن و آثار مکتوب و شفاهی ترکی قدیمی به معنی کسی است که قشلاق ییلاق میکنه یا مهاجره، حرکت میکنه، در حرکت هست، کوچرو هست. این خود کلمه کوچ که به فارسی رفته خودش به معنی کچماخ، یعنی به معنی کسی که از یه جایی به یه جای دیگه در حرکت هستش. ما میگیم مثلا چوتلر کچلر، یعنی مهاجران جاشون عوض کردن، حرکت کردن، کچ الادلر، یعنی از جایی که بودن برخواستن رفتن. در خود کلمه کان یعنی جایی که کردها یعنی مهاجران اومدن ساکن شدن. نگاه کنید کلمه نشون میده تاریخ کردها کی اومدن به این منطقه. وقتی که اهالی اینجا ترک بودن، یه عده اومدن، اقلیت بودن، وارد شدن، کوچری بودن، کوچرو بودن، اومدن. ترک های ساکن، حالا امروزه میگن شهری، ولی شهر یک مفهوم جدیده که در حدود 250 سال گذشته ساخته شده، شهر داره ساخته میشه. حالا در این مورد جامعه شناسان توضیحات زیادی دادن، به خصوص میگن که
طبق آمارها که حالا من یه روزی اگر برسیم در رابطه با کوچ کتاب بخونیم، به آمارهای سرشماری هایی که از زمان قاجار، آخر قاجار شروع شده تا به امروز، به اینها اشاره میکنیم و میگیم که جامعه ایران تا سال 1344-45 حتی در این سالها هم جامعه ایران جامعه روستایی بوده. اکثریت مردم در روستاها زندگی میکردن، برای اینکه صنعتی در شهر وجود نداشتی که مردم دور اون جمع بشن، کارخونه‌ای وجود نداشت که مردم به خاطر اون جمع بشن و شهر رو تشکیل بدن. در نتیجه زندگی در روستاها در جریان بود. شهرها جاهایی بودن که روستایی های مختلف می اومدن اونجا، یه بازار بوده. در اصل شهرهایی که امروز ما میگیم شهر، اینها در قبل از دوره صنعت و کارخونه ها جاهایی بودن که روستایی ها می اومدن مازاد خودشون رو، اون چیزی که اضافه بر نیاز خودشون بود رو می آوردن در اونجا بفروشن تا اون چیزهایی که ندارن رو از همونجا بخرن ببرن. بازار به این معنی بود، بازار و کالا به کالا بود بیشتر. شهری ها کسایی بودن که در اطراف این بازار زندگی میکردن، برای این بازار خدماتی میدادن، حالا نگهبانی بود، هر چی بود که در اونجا بود، آب فروش بود، نمیدونم مسجد بود، منبر بود، نمیدونم مسافرخونه بود، سرای بود، یعنی حالا اون کسی که اونجا خیلی حاکمیت داشت، یا نمیدونم حمام بود و مسافرخونه بود و که کاروانسرا میگفتن. اسبه ها رو نگه، یه جایی بود که اسبه ها رو با یه تعدادی برای اسبه ها رو نگه می‌داشتن، الاغ ها رو نگه می‌داشتن، آب علوفه میدادن، برای اینها آب علوفه باید می آوردن و اینها به این شکل یه جایی شده بود که مرکز بود. روستاها از همه جا می آمدن اینجا، کالاشون انجام میدادن، برای یک روز، 2 روز، 10 روز اونجا میموندن، دوباره برمیگشتن شهر خودشون. و این شهرهای کوچیکی که دائما مسافر پذیر بود بهش میگفتن شهر، مرکز شده بود، یه مرکزیتی داشت، اما جمعیت اونجا زندگی نمی‌کردن. همین شهر وابسته به روستا بود، در اینجا روستا اهمیت بسیار بیشتری داشت. شهری کاسب بود. کاسب در زبان ترکی 2 معنی داره، یعنی انسان فقیر که به خاطر فقرش به یک کسبی هم رو آورده که کسب با کسب فرق میکنه، از یک کلمه ساخته شده. کسب و کسب از یک کلمه ساخته شده به معنی فقیر، کسی که کارهای فقیرانه انجام میده. اون روستایی فقیر نبود، خیلی ثروتمند بود، زمین داشت، باغ داشت، درآمد سالانه از درخت و زمین میگرفت و اینها رو می آورد میفروخت و چیز. اما اون کسی که در شهر بود نیازمند اون روستا بود. الان شهری نیازمند روستا نیست، برای اینکه شهری ها میتونن به خاطر کارخانه الان شهر شده، الان کارخانه ها ساخته شدن، اینها پولشون رو از اونجا در میارن. روستایی اگر چیزی داشت می آورد اینجا، این میخرید بهش پول میداد، دیگه جنس نمیداد. این روستایی ها هم اگه میخواستن از هم چیزی بخرن، به خاطر اینکه شهری پول داشت بهش پول میداد، این پول رو میگرفتن از شهری، از با خودشون هم با پول خرید فروش میکردن. خب در نتیجه ما تا حتی وقتی محمد رضا شاه پهلوی میاد در تحت تاثیر پیشوری زمین ها رو از خان ها و اینها میگیره و میخواد بین دهقان ها و روستایی ها تقسیم بکنه، در اون مقطع هم اکثریت ملت، حدود 85 تا 90% کسایی که در ایران در ایران امروزی زندگی میکنن روستایی هستن. پس مفهوم شهر رو باهاش روبرو شدیم. در نتیجه میخواستم اینو بگم که هر کلمه یه تاریخ داره، در یه تاریخی ساخته شده و یک احساساتی رو درش. کرد و کردستان به معنی مهاجر هست، جایی که مهاجران اومدن یواش یواش اونجا جمع شدن، یه اکثریتی رو پیدا کردن، بهش گفتن اینجا جایی که کردها زندگی میکنن و جایی که ما دادیم. و این کردها، آمدن کردها به سرزمین ترکها جلوتر از فارسها بوده. چرا؟ چون کردها در جاهای کوهستانی سرسبز دارای آب و هوای خوب زندگی دارن میکنن، اما وقتی فارس ها اومدن
ترک ها و کرد ها به اینها اجازه ندادن برن در جاهای سرسبز و اینها زندگی بکنن، دارای آب زیاد و فلان. گفتن آقا برید تو این صحرا زندگی بکنید، در کویری که آب کمی داشت، آبش بارندگی بود و جای کاشتن و اینها نداشت که بتونن بر اساس زراعت و دامداری زندگی بکنن. اینها رفتن در کویر زندگی کردن، زندگی بسیار فقیرانه‌ای که امروزه در این 70-80 سال اخیر فارس ها، یعنی 100 سال اخیر که فارس ها قدرت رو از سال 1304 به دست گرفتن، یواش یواش امکانات رو و کارخونه ها، یعنی باید فارس ها می اومدن. فارس ها چرا در ایران کودتا کردن در اصل و زبان رو هم فارسی کردن؟ برای اینکه اون قدرت جهانی که در یک زمانی هنوزم غرب هستش، اونها میخواستن در این منطقه عوامل خودشون رو به سر کار بیارن، در نتیجه به فارس‌ها کمک کردن و بعد برای اینکه اینها بیشتر منافع غرب رو تامین بکنن، ما میدونیم که حالا تاریخ نرم، خیلی وارد تاریخ نشیم، قرارداد 919 رو فارس‌ها خیلی بدتر از اون چیزی که قاجاریه داشته بود تمدید کردن. صنایع هم اومد رفت این مرکز و آذربایجان و ترک ها و کرد ها و دیگر ملل، ترکمن ها که در این منطقه زندگی میکردن و اکثریت جمعیتی رو داشتن، یواش یواش سرمایه از این کشاورزی منتقل به صنعت و واردات، نه صادرات، واردات منتقل شد و کشاورزی که ترکی که و عربی که و بلوچی که و ترکمنی که و قشقایی که تا دیروز، لور و بختیاری که تا دیروز دارای قدرت مالی، سیاسی، اقتصادی بود، اگر حتی نظامی نبود و چیز نبود، ولی قدرت مالی اقتصادی دست اینها بود. چی شد؟ منتقل شد به فارس ها و حالا اینها با این پولی که پول نفت هم دستشون رسید، اینها میتونستن از خارج واردات بکنن. از ترک ها و عرب ها و بلوچ ها و قشقایی قطع رابطه کردن، دیگه نیازهاشون رو از اینها نخریدن، از اروپا و آمریکا آوردن، از آسیا آوردن، وارد کردن تا این اقتصاد داخلی ورشکست بشه. وقتی ورشکست بشه، این باید کوچ بکنه بره تو اون مرکزی که این غربی ها در کتا ساختن زندگی بکنه تا بتونه نیازهاشو بخره، چون دیگه داخل ازش خرید نمیکنه، دیگه گوسفند رو وارد میکنه، دیگه پارچه رو وارد میکنه، دیگه که آرد و جو و نمیدونم علوفه رو وارد میکنه، دیگه لازم نیست بره اینها رو از اینها بخره. در نتیجه ثروت از کشاورزی به صنعت منتقل شد و صنعت یواش یواش اینها باید برن اونجا. برای اینکه برن اونجا باید زبانشون عوض بشه، برای اینکه زبانشون عوض بشه زبان رسمی باید بذارن، زبان اجباری، در نتیجه زبان اجباری، لباس اجباری، همه چیز از این دوره اصلا اسمش اجباری هست، سربازی اجباری، زبان اجباری، استخدام اجباری، کار اجباری، نمیدونم مهاجرت اجباری، همه اینها اجباری هستش. خب خیلی رفتیم تو این قسمت، دوباره کتاب رو ورق میزنیم به سرعت بیشتری. امروز برعکس روزهای گذشته خیلی بیش از نیم ساعت، احتمالاً دارم 48 دقیقه است که دارم در مورد خود کتاب و اون حالا خود این متن که برای ما چه فکرهایی رو میاره که در موردش یه مقدار صحبت کردیم. کتاب به همون شکل میره ولی تغییر میکنه. از اینجا، از یه جایی به بعدی که حالا متوجه نشدم چون سرعت زیاد بود، خط نویسنده تغییر میکنه. سی رو خیلی عجیب مینویسه، سین یا سین، سن رو خیلی عجیب مینویسه، برعکس قبلی دیگه. اون حرکت بگیم دایره‌وار قلم از بین میره، حرکت ضربتی قلم جاشو میگیره. ببخشید دوستان، من از دیروز دوباره یک وضعیتی برام پیش اومده، وضعیت جسمی خیلی بدی دارم. اگر حرکت بدم دستم رو یا یه حرکتی به تنم بدم، با یک درد بسیار شدید الدرم شاخر، یعنی رعد و بعد میزنه تو بدنم و
خب خیلی وضعیت ناراحتی هستش که کتاب در اینجا تمام میشه و احتمالا با یه تاریخ مواجه هستیم که من اینو الان میخونم، بزرگش میکنم تا این سفر و تاریخ رو بخونیم. من این سفر رو میخونم. شاه سنمین کلگی بیاز، کلگی احتمالا باشه، کلگی بیاض، با بیاض رو با زی دستدار، تای دستدار ظاهر مثل اون نوشته. bacakların arasına girip احتمالا این köynək باشه، köynəyi gül gibi beyaz bacakları. نه حالا دیگه خیش شاه سنمین gül gibi beyaz bacakları arasına girip ol enberun latif حالا olan یه چیزی نوشته که نتونستم بخونم. beyaz gül mahallerinin üstüne burmacun. حالا این کتاب رو نخوندم، نشه با چیز آشنا نیستم، با خط نویسنده آشنا نیستم، باید yavaş yavaş بخونم بیام. kömlegi çadır grup ondan sonra birbirlerinden murad alıp murad verdiler. Ondan sonra bir neçe zaman اینجا یه کلمه نوشته بود که خط زده روش. زمان دخی زوجه زوقه و صفا زوق و صفا sürdüler ve gelini احتمال geline ahbablar ağalar dahi safa etsinler onlar muradlarına. حالا داره دعا میکنه. حالا این کلین نیستش، یک کلمه دیگریه، برای اینکه داره دعا میکنه خواننده رو. حالا که ما داریم این رو میخونیم داره معمولا عاشقا همین کارو میکنن، وقتی دو تا عاشق و معشوق به هم برسن، با هم زندگی بکنن. این در داستان شاه اسماعیل صفوی دیده میشه. در اینجا داره میگه که اینها به هم رسیدن، اصلا یه کام گرفتن، کام جنسی گرفتن. میگه که این حالا داره احبابلری آقالر دخی صفا اتسونلر، دوستانشون و آقالر کسایی که بزرگان بودن، بیشتر هم آقا، وقتی کلمه آقا گفته میشه یعنی خانها و اربابها و بزرگان اینها. صفا اتسونلر آنلر مرادlerine erdiler حق تعالی cümlemizi köklü muradini vere، köklü muradini vere. حالا دعا کرد خداوند الله تبارک و تعالی خواستهای قلبی همه ما رو بده. دعا کرد. اینجا نوشته سنه 1254. این کتاب در 1254، من حالا این رو با اجازهتون ماشین حساب رو اینجا هست، امروزه 1447 هستش، ازش 1254 رو کم بکنیم میشه 193 سال پیش این کتاب نوشته. آمین 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 آمین. دعا هم آمین خودش نوشت و اینجا یه تاریخی گذاشته بوده که دوباره یه نفری اینو پاک کرده. 28 یه چیزی که نتچنون، حالا اینجا یه چیزی نوشته بشه دیگه نمیتونم بخونم. عدد، اینجا هم یه چیزی به عدد یعنی نوشته، احتمالا به چیزم نوشته بود. در صفحات بعدی که حدود 8 صفحه هست ببینیم چی هست. این صفحه خالیه. این صفحه یه کسی اخیراً که ترکی رو هم خوب نمیتونسته بنویسه کتاب رو کج کرده، سر و ته کرده، یه چیزی نوشته که حالا من اینجا آغلار رو خوندم، یعنی فراگن بنم سینم داغلار، شعر گفته. حالا یه عاشق دیگری اومده یه شعری گفته که حالا من اگر رسیدم اینجا رو کج میکنم میخونم. در صفحه بعدی با یه محاسباتی روبرو هستیم که متاسفانه پاکش کردن. ما دیگه این متن رو نمیبینیم.
یعنی میشه اینجا خون، مثلا اینجا 445 رو من میتونم بخونم، عدد 880 یا اینجا 850 در زیرش رو میتونم بخونم، ولی یه چیزی اینجا نوشته شده بود در رابطه با احسانم هستش، چون کلمه احسان رو هم میشه خون. شکسته رو میتونم ببینم، بعضی از کلمات رو میشه تشخیص داد. 20 حالا مثلا 44 احتمال میدم همینجوری بر اساس اون سایه هایی که دارم از این متن که پاک شده با یک پارچه خیسی این متن رو کشیدن، از بالا به پایین کشیدن و پاک کردن، ولی دیده میشه. مثلا احتمال میدم 44 ضرب در 20 شده 880. حالا اینجا در زیر هم یه چیزی 850 یا 88 یا شاید هم 2000، اینجا 2880 یا 2850 هم یه تو سایه است که خیلی دیده نمیشه، ولی بخشی از اونها هنوز این پایین دیده میشه که حالا نمیدونیم مربوط به چی هستش. و جلد کتاب هم از داخل جلد کتاب و بیرون جلد کتاب و شیرازه کتاب هم عکسش خیلی بلنده. شیرازه کتاب چرمی، این کتاب چرمی بوده متاسفانه، خیلی پارگی رو میتونیم ببینیم در یه بخشی از این کتاب که شیرازه کتاب دوخته شده اونجا و چرم هم بوده. میبینیم که اینجا اگه چرم بوده باید جلدها هم چرم بوده باشه، احتمالاً چرم ها کنده شده، در نتیجه ما با نخ و اون کنفی که شیرازه رو، کاغذها رو به شیرازه دوخته بودند هم مواجه هستیم. برگردیم اول کتاب. بیش از 50 دقیقه است که داریم در مورد خود کتاب صحبت میکنیم. برای اولین بار اینقدر در مورد کتاب صحبت کردیم. این کتاب رو ببینیم که آیا میتونیم ببینیم در کجا نگهداری میشه. گالیکا اسپلمنسرز احتمالا بتونیم اینجا. من چون این زبان رو بلد نیستم، فقط یه مقداری که با انگلیسی بلدم، میخوام ببینم که آیا میتونم یه چیزی در بیارم که این در کجا هست. document digala and to contactor، اینم که برای کانتکت میگه با من، با اینجوری تماس بگیرید و اینها. این کتاب هم احتمالا در سال 1978 حالا احتمالا عکس برداری شده باشه. نه تونستم یه چیزی ببینم که کدوم کشور هست. سورس گالیکا، حالا این بیشتر فرانسه میاد به نظرم. 1630 اینجا کتاب رو تاریخ زده. نگاه کنید تاریخ این کتاب رو در اینجا 1630 میلادی زده. حالا اگر ما این رو حساب بکنیم، نگاه کنید من اومدم اینجا الان تاریخش 2000 ببخشید من اینو اشتباه زدم، 2025 هستش. ازش کسر بکنیم 1630 رو، این کتاب 395 سال پیش نوشته شده بوده. حالا چرا در اون با پایان کتاب اون رو گذاشتن؟ احتمالا اون نسخه جدیدی هست از کتاب، چون اینجا این آدم اومده برای این کتاب این تاریخ رو زده، کتابخونه زده. نمیدونم اینجا شاید هم مال این کتاب نیست، اینم بگم شاید هم این تاریخ مال کتاب نیست، مال کتابخونه هست، اونجایی که اینجا نگهداری میشه. احتمالا هم اون درست باشه. من روی اون خطی که این نویسنده نوشت خیلی اعتقاد بیش از این دارم. من به تاریخ‌های غربی اعتماد نمی‌کنم. اینجا دوباره یه چیزی به چیز نوشته 1630 رو آورده که عرض کردیم در بالا هم همین رو آورده بود. اینجا دوباره اومده همون رو نوشته تاریخ رو، و اینجا دسامبر هستش، احتمالاً 3 دسامبر. حالا این چی هست دیگه نمیفهمم. اینجا یه چیزی نوشته که دوباره نتونستم بخونم. دولتلو، عنایتلو و فوگرا وردیمجی. احتمالا یه چیزی باید نوشته باشه. من تا اینجا شو تونستم. حالا دولتلو، عنایتلو و فوگرا
وردمجی. حالا این یه چیزی خونده میشه. اینجا یه امضا مانندی رو طراحی کردن، اینجا هم یه چیزی نوشتن که جدید نوشته شده، وقتم رو روی این نمیذارم. بریم اصل کتاب. مناقب عاشق قاف رو مثل گه نوشته. در ما الان متوجه میشیم که این عاشق رو اینجوری می نویسه، ولی نقطه هم گذاشته. در نوشته های کتاب های ترکی قبلی وقتی به این می نوشت دیگه نقطه نمیذاشت. خود اون هی آخری که مثل هی آخر که هستش قاف به خی آخر ختم میشد دیگه نقطه نداشت، ولی این هم نقطه گذاشته هم حالت هی داده. مناقب عاشق غریب و شاه صنم خانم که نمیشه، غریب چون مرده عاشق نمیشه، میشه عاشق غریب و شاه صنم خانم. اینم خانم هستش، خانیم نیست، خانم. رو در زبان فارسی نوشته نمیشه، در زبان عربی هم نوشته نمیشه، در نتیجه مجبور شد که خانم بنویسه، خانم. حکایت راویان، شاعران اخباردن و ناقلان آثاریدن و محدثان یه چیزی نوشته نمیدونم چیه. Muhaddisane ruzgardan raviler şöyle rivayet ederler ki zaman evvelde Acem ülkesinde Acem ülkesi. Acem چون داره خود نویسنده دقت بکنید، چون خود نویسنده ترکه به خودش نمیگه من عجمم، پس عرب ها به ترک ها عجم نمیگن، فقط به فارس ها عجم میگن. زمان اولده، اول یعنی قدیم، زمان اولده عجم ülkesinde. حالا اینجا دوباره یه های هی گرد گذاشته و روش دو تنوین گذاشته، نمیدونم این به معنی چیه، چون سیندر اون جداگانه نوشته، این هی دارای تنوین چی هست نمیدونم. تودوز شهرنده، تودوز اسم یه جایی بوده، نمیدونم الان در کجای این جغرافیا یه چنین شهری بوده، ولی این داره میگه تودوز شهری بوده به نام تودوز. شاید هم نودوز باشه، نمیدونم. نودوز باشه، یه شهریه، یه جاییه که به هر حال این کلمه با دوز ترکیب شده. این کلمه نشون میده که اینجا یه منطقه ترک نشین بوده. اسمه، گفتیم اسم یه تاریخ، هر لغتی یه تاریخ داره. این ترکیب نو دوز باشه یعنی دوز جدید. دوز به معنی نمک در زبان ترکی هستش و همچنین دوز هستش، میتونه دوز باشه یعنی یه جایی که صافه و پستی و بلندی نداره، دوز هست، صاف دوز. این هم میتونه باشه، ولی دوز اگه باشه، این تو دوز باشه یا نو دوز باشه، هر دوتا نشون میده که اینجا یه منطقه سرزمین ترک‌ها بوده که حالا فارسا اونجا داشتن زندگی میکردن، وطن کرده بودن اونجا رو. در نتیجه از ülke صحبت میکنه. ülke به معنی سرزمین. Ülkesinde Tuduz ya Noduz şehrinde bir bazargan var idi. İsmine Hacı Maksud derler idi. اسمش خواجه مقصود بوده، بازرگان بوده. حالا بازرگان چی هست دوستان؟ کسی که در بازار کار میکنه، بازرگان. این واژه بازار ترکی هستش. بازmak، باز چی هست؟ بازmak، بازlık. بازlık یعنی یه جایی که ما عادت داریم به اونجا بریم. بازار یعنی جایی که باز هستیم. باز به معنی باز بودن نیست، یعنی جایی که عادت کردیم به اونجا بریم. عرض کردم بازار یه جایی که همه برای خرید و فروش اونجا میرفتن و شهر در اون زمان در اون مقطع به معنی کسایی بود که در اطراف اینجا زندگی میکردن و به اون بازارها، بازاریان که میومدن اونجا باز بودن، میومدن اونجا چیز میکردن، خرید و فروش میکردن، به اینا سرویس میدادن، خدمات میدادن. در کلمه بازرگان کسی که اونجا
دائم بوده، مقیم بوده و زندگی میکرده. حالا مثلا فرض بکنید یه مغازه‌ای داشته که روستایی ها میومدن اونجا و این کالاهاشو برای دیگران میفروخته. اینا مثلا اونجا یا خرید فروش میکردن یا میرفتن، مثلا نمیتونستن همشو بفروشن، اینجا به امانت میذاشتن، اینجا میرفتن مثلا یه ماه دیگه، 2 ماه دیگه، یه هفته دیگه برمیگشتن، مثلا مال جدید، متاع جدیدی از روستا می آوردن. این آدم قبلیه رو فروخته بود، بهشون میداد مثلا پولشو یا هر چیزی که بود و جدیده رو براشون میفروخت. این هم بخشی از اون سرویسی بود که این جایی که بازار بود برای اینها میدادن. مثلا بازار تبریز همین کار رو میکرد، در حکم همین قضیه بود برای تاجرهایی که از میرفتن از روستاها یا از کشورهای دیگر خرید میکردن میآوردن اینجا میدادن به این تاجرها. این تاجرها اینها رو امروزه عمده میگن یا عمده فروش. عمده فروش کسی بود که از روستا میخرید، حالا عمده میخرید، به تجار اگر میومدن عمده میفروخت، اگر تجاری نمیومدن از یه شهر دیگری میومدن این میفروخت برای اینها، اگر نه برای خود اون روستایی ها، برای این کسایی که در اینجا سرویس میدادن این کار رو انجام میدن. تو şehrinde bir bazargan var idi. İsmine Hacı Maksud derler idi. 40 bazarganın başı idi. این رئیس 40 بازرگانی بود که برای این کار میکردن. نگاه کنید ببین، پس این آدمهایی رو استخدام کرده بوده که اینها رو میفرستاده از جاهای دیگه مال بخرن یا به شهرهای دیگه مال ببرن و بیارن. این یه چیزی. گرگ بازرگانون باشی ایدی، رئیسشون بود. باش اینجا به معنی رئیس هستش. رومده، عجمده، هنده، یمنده، بغداد و مصرده ortakları var idi. این آدم در این ممالکی که اسمشون رو برد، عجمده در میان فارس ها، هندده هندوستان، یمن، بغداد، مصر، ortak یعنی حالا این ortak کلمه جالبیه. orta به معنی میان، وسط. ortak یه جایی که هممون اونجا اون وسط یه چیزهای مشترکی داریم. ortak مثلا در سیاست هم ارتاق داریم، احزاب ارتاق هستن. فکر ارتاق، مثلا مسلمان ها ارتاق هستن، در اسلام ارتاق هستن. این واژه رو ما در زبان فارسی نداریم. مشترک این نیست، مشترک عربیه به فارسی هم نیست و این مفهوم رو نداره. در نتیجه میگه که ortakları var idi، یعنی شرکایی داشتند که به عربی هست. زبان فارسی این رو نداره، ortak رو نداره. عربی هم اون شرکا هم این نیستش. ما مثلا ممکنه در یه چیزی ortak باشیم، در یه چیز دیگه ortak نباشیم. واریدی و مالون حسابی kendi bilmez idi و مالونون، ببخشید، مالونون حسابینی kendi bilmez idi. حجم و اندازه و حالا مال حساب یعنی حساب و کتاب مال خودشون نمیدونست. اول حالیده ای که o halide iken حق تعالی اول آدمه bir evlad ihsan eyledi. اسمini رسول koydular. او مسلمانم بوده، اسمشون رسول گذاشت. یه خداوند براش در اون وضعیتی که داشت یه اولادی بهش داد، اسمش رسول koydular. İşte oğlan 5-10 yaşına girdi. İşte یعنی بالاخره این پسر. İşte oğlan این پسره 5-10 yaşına geldi. 5-10 yaş یعنی نه اینکه یعنی بزرگ شد. 5-10 yaş یعنی بزرگ شد. اینجا 5 به معنی 5، 10 به معنی 10، اما نمیخواد بگه که به این مرحله، میگه بزرگ شد. این رو در زبان ترکی نمیگن büyüdü یا boya başa çattı، یعنی اون دیگه میرسه به سنی که مستقر شده، دوره محافظه‌کاری. ولی مثلا من boya başa çattım، یعنی به دوره رسیدم که دیگه تغییر زیادی درم رخ نمیده. ولی وقتی میخواد بگه هنوز جوانه و نوجوانه و جوانه، از سن استفاده میکنه. 5 yaş 15-20 yaşına çattı، 20-30 yaşına çattı، یعنی که داره تغییر میکنه این آدم. جوانی، نوجوانی رو میخواد بگه. به این شکل گفتن
نوجوانی رو نمیگفتن مثلا نوجوان، میگفتن بشون یاشنا چاده گیردی bu halide iken خواجه. حالا اینجا دوباره آخر سطر، حالا یه چیزی دارم متوجه میشم، آخر سطر وقتی ناقص تمام میشه جمله کلمه و یه ذره جا هست برای اینکه سطر خالی دیده نشه، اونجا میاد نویسنده یه چیزی اونجا می نویسه. در سطر اولی یه او نوشت، گفتیم که نمیدونیم چیه. در یکی از سطرها یه حالت هی آخر گذاشت، هی تنها گذاشت و روش یه دو تا تنوین گذاشت، یه تنوین گذاشت، گفتیم که نمیدونیم یعنی چی خونده میشه. و اینجا با یه قلب که امروزه قلب رو به این شکل میکشن، با یه قلب مواجهیم که مثل هی هدایت با حالت قلب هم کشیده و یه ره هم بهش چسبونده. این رو نوشته انگار که مثلا یه چیزی رو، یه قلبی رو بالاش یه چیزی رو ببندی نخش بیفته اینجوری. این نشون میده که کلمه بعدی به اینجا در اینجا جا نمی گرفته. برای اینکه اینجا خالی دیده نشه و سطرها خوب دیده بشن، یه چیزی آخره ابداع کرده که آخر سطرهایی که یه مقدار خالی میمونه اونجا رو پر بکنه. در نتیجه دیگه مثل او که خیلی کمه و هی که خیلی کمتر از اون او بوده و اینجا این بیشتره، یه حالت قلب کشیده اونجا تا اینجا رو پر بکنه. پس حالا متوجه شدیم اون کلمه های بالا برای خواندن نیست، برای پر کردن سطره، برای اینکه سطر زیبا دیده بشه، هر دو طرف به یک وضعیتی ختم بشه. حالا bu halide iken خواجه maksud günlerde maksud günlerde bir gün maksud günlerde bir gün. حالا اینجا یکی از اون روزهایی که دلش میخواست، مقصودش بود، یعنی حالش خوش بود، اینجوری باید بگیم. مقصود günlerde bir gün خسته oldu، مریض شد. اینجا خسته ننوشته، هسته نوشته با هی حسن، ولی ما میدونیم که این رو احتمال میدم. حالا یه چیزی اینجا توضیح بدم اینجا برای دوستان. وقتی که ما به جای هسته رو بشنویم بگه هسته و مثل خسته نوشته بشه بدون نقطه، اما میفهمیم که این یه لهجه که در آذربایجان نبوده، در خارج از آذربایجان این کتاب نوشته شده. این داستان بیشتر داستان آذربایجانه، عاشق صنم، عاشق غریب و صنم، داستان این دوتا داستان آذربایجان هستش. در آذربایجان شمالی و جنوبی، در اینجایی که ایران گفته میشه و یه روزی این ایران بخش بسیار کوچکی از آذربایجان بوده. آذربایجان از ایران جدا نشده، ایرانه که از آذربایجان جدا شده. امروزه این چیزی که به نام ایران خوانده میشه و حتی فرایون بخشی از افغانستان و پاکستان و هندوستان قبلی، بعد بالا تاجیکستان و این قسمت هایی که میاد خزر، اطراف خزر تا میره بخشی از ترکیه امروزی، بخشی از اون چیزی که امروز آذربایجان شمالی میگن و اون چیزی که ارمنستان میگن و اون چیزی که گرجستان میگن و یه مقداری که از سرزمین هایی که امروز در روسیه امروزی قرار داره، همه اینها بخشی از آذربایجان بود که حالا ارمنستان جدا شده، گرجستان شده، اون قسمت هایی که در روسیه هستش حالا تا خزر و بالای خزر میاد تا امروز کشورهای اونجا تاجیکستان و نمیدونم ترکمنستان اینها وجود دارن. اینها حالا باید نقشه رو دید و گفت. امروز پاکستان و افغانستانی وجود دارن. امروز در اون طرف خلیج کنگر، نه خلیج فارس هست نه خلیج عرب، اونجا خلیج کنگر بود در گذشته، در زمانی که آذربایجان بر اینها حاکم بود. اون طرف دریا هم به آذربایجان تعلق داشت، بخشیش، نه همش، بخش خیلی کوچیکی از اون طرف خلیج کنگر هم به آذربایجان تعلق داشت و اینها به تدریج تجزیه شدن از آذربایجان. خود ایران هم از آذربایجان تجزیه شده. خب حالا چی شد؟ حالا لهجه‌ای که در آذربایجان
حاکمه لهجه ترکی خ داره، ولی در بعضی از لهجه ها خ وجود نداره، مثل اون چیزی که در استانبول گفته میشه. در بسیاری از جاهایی که در ترکیه امروزی قرار داره خ گفته میشه. در شمال ترکیه، مرکز ترکیه، شرق ترکیه و جنوب ترکیه خ وجود داره. در یه جای بسیار محدودی خ وجود نداره. اون هم یه بخشی از استانبولی ها هستن، نه همه استانبول بیش از 25 میلیون نفر جمعیت داره. ایالت استانبول ایلی بیش از 25 میلیون نفر جمعیت، احتمالاً 1-2 میلیون اینها خ رو نمیگن و یه بخشی هم جدیداً در آنکارا خ رو نمیگن. یه بخش خیلی کوچیکی از مردمی که در آنکارا زندگی میکنن اونها هم خ رو نمیگن. پس این نشون میده این کتاب از روی یک داستانی در این تاریخی که گفتیم بهتون، در 100 و چند سال پیش بود. کتاب رو حالا آخرش برسیم، دوباره من اون کتاب رو گفته بود 1250 چند که 150 چند سال پیش این کتاب رو نوشته، در اونجا نوشته شده. خب اینم از اینجا پس فهمیدیم. در نتیجه اصل کتاب که نسخه ای ازش نوشته شده در این تاریخ، در یک تاریخ خیلی قبل تری نوشته شده. حالا ببینیم چی میگه. میگه که خواجه چی شد؟ Maksud günlerden bir gün hasta oldu. Bildi ki ahiri mu'teddir mahalleli çağırdı. Bildi ki ahiri müddettir ihtimalen. Yani ahir umreşi. محللی چاغردی، محللی یه ای همونجا احتمالا باشه، چاغردی یعنی یکی از اون محله ها رو خواست بیاد پیشش. حاجی خواجه جملن geldiler. حاجی خواجه جملن geldiler یعنی اومدن اینها به خونه اینها. اینجا یه حرفی نوشته مثل نونی که امروزه بعضا اینجوری میکشن و خم میکنن نوکشو، یه چینی اینجوری نوشته جمله سی احتمالا. حاجی خواجه جملسی geldiler. 2 lüle duhan. Bir kahve içtiler. 2 litre duhan. حالا این تاریخ سیگار، به سیگار چی میگه؟ دخان میگه. 2 lüle duhan. حالا اینا احتمالاً یا سیگار بوده یا مواد مخدر بوده، احتمالاً مثلا تریاک بوده، نمیدونم. برای اینکه اینجا از لوله صحبت میکنه که اینو احتمال میدم که مواد مخدر باشه، ولی دخان چون کلمه دخان رو به کار برده خیلی اومده اسمشو نیاره. حالا مثلا امروزه سیگارت میگن که در اینجا هم سیگارت نوشته میشه یا هر چیزی، نمیدونم. bir kahve içtiler. حالا دو نخ از این کشیدند و دو لول از این کشیدند و قهوه içtiler. Keyifleri geldi. Yani سر کیف اومدن. Keyifleri geldi. Bundan sonra ya bundan sonra خواجه مقصود başını kaldırıp bunlara etti. سرشو بلند کرد. حالا وقتی سر کیف اومدن سرشو بلند کرد و گفت ای خواجه‌لر خوش geldiniz. حالا که سر کیف اومدن این گفتش که حالا سیر شدن و حالشون سر جا اومد، گفتش که خوش geldiniz. ای خواجه‌لر خوش geldiniz. نگاه کنید اینجا صفا geldiniz، getirdiniz نیست، صفا geldiniz. ben sizi ne için، اینجا یه لو گذاشته، این احتمال میدم برای آخر سطره. من sizi ne için نیست، ne için çağırdım bilirsiniz. Hayır bilmiyoruz dediler. جمع بست. این با احترام اونها رو
ببینید خیلی احترام ها رو bebinid çe şekli. Ben sizi neçün çağırdım bilirsiniz. خیل bilmiyoruz. وقتی اونها رو مخاطب میده sizi و sinizi bilirsiniz. وقتی اونا میگن درباره خودشون میگن bilmiyoruz، نمیدونیم. اینجا نشون میده که این نوع جنبندی هم نشون میده که در استانبول احتمالاً این نوشته شده. Dediler. خواجه مقصود اتی گفت باقی خواجه‌لریم bakın نگاه بنگرید، نگاه کنید، گوش بدید. bakın خواجه‌لریم. bakmak در زبان ترکی منه باخ یعنی توجه کن. bakın اینجا خ به کار نبرده، گ میگم در دوره در استانبول نوشته شده. bakın خواجه‌لریم benim bu dörtten خالصه جمعی ملابولور. حالا اینجا دیگه چی هستش؟ بریم یه بحث صفحه دیگه خیلی داستان رو نخونیم. من چون الان بیش از 1 ساعت و 20 دقیقه هست برم چند صفحه این 144 هر 50 صفحه یه نیم صفحه بخونم برم. حالا خوندن این کتاب همونطور گفتیم یه مقدار سختی خواهد داشت برای اینکه خطش منحصر به فرده و احساسات نویسنده وقتی تغییر میکنه دست خطش هم تغییر میکنه. در نتیجه باید با احساسات نویسنده با این متن باید به تدریج رفت جلو تا همه این احساسات رو تجربه کرد تا بشه خوب خوند. حالا ما ممکنه بریم صفحه 50 و نتونیم همونطوری که اول داستان شروع کرده بودیم بخونیم، ولی اولین شعر رو اینجا دیدم دوباره من با اون شعری که با رنگ قرمز و اینها نوشته شده بود کاش میتونستم. حالا اینجا رو بخونیم یه شعری رو. حالا اون شعر اولی که بود اونو نه، این دیگه اون نیست. اون شعر اولی فقط خود عاشق غریب بود که میخوند. حالا اینجا غریب و صنم میخونن دو تایی با هم. بذار ببینیم چی میشه. واسطه etti oğlum ben seni anladım. لاچیقه احتمالا اینجا anladım لاچیقه yerden تعلیمی almışın. Bakalım yani bakalım birkaç Han Türkü söyle. birkaç خان ترکی söyle. خان به جای یعنی سخنان خوب بگو برای ما. deyince oğlan tekrar sazı kucağına alıp bağrına bastı yani. Bakalım oğul arada ne söyler biçare. میگه حالا سازشو گرفت بغل من موهام حالا چیز شد بیز oldu یعنی نمیدونم موهام سیخ شد میخی شد. این سازشو باز کرد از این بوخچش در آورد چسبون به سینش. باقالم اول آراده. ببینیم حالا که در این وضعیت نه سویلر بیچاره. اون بیچاره چی میگه؟ نگاه کن خیلی احساساتی میگه. غریب. حالا روی خط غریب روی کلمه غریب خط قرمز کشیده. غریب یعنی داره میخونه. biz berat gecesi dilerim. Bir berat gecesi dilerim. Bir dilin didedem hak yaradı. Bir dilin didedem hak yaradı. Şükür muradimi verdi yaradan. Şimdi ogur dilim zikrullah benim. حالا من یه مقداری متوجه شعر شدم. bir برات gecesi. برات مراد. برات میدونی که مغول ها ایجاد کردن برات رو. برات یه کاغذی بود که مغول ها در دولت مغول که حاکم بود در امپراتوری مغول ها وقتی یه تاجری از یه جایی به یه جای دیگه میرفت لازم نبود پول و ثروت و طلاهاشو با خودش ببره. میرفت پیش یک حالا
یک کسی که یا دولت گذاشته بود یا خودش اونجا زیر نظر دولت کار میکرد و امانتدار بود، پولشو اون طلاهاشو میداد به اون، میشمرد میداد به اون و یک کاغذی میگرفت و این کاغذ رو با خودش میبرد هر جایی که میرفت، به یه شهری که میرسید این کاغذ رو میداد در اونجا به اون آدمی که اونجا نماینده داشت. همین مقصود که گفت این حالا اسم این چیز یادم رفت، این پدر چیز، حالا اسمش هم تغییر بعدم پیدا میکنه و اینها غریب میشه، احتمالا غریب به خاطر اینکه اون اسمش رو رسول گذاشته بودن، این دیگه اون میاد دیگه ناشناس میشه، عاشق دیگه اسم خودش و هویت خودش از دست میده. این برای همین اسمش رسول بود. وقتی بزرگ میشه عاشق میشه، محو در معشوق میشه. وقتی محو در معشوق میشه دیگه اسم نداره و بعد میفته تو بیابونها دنبال این معشوقش، تو این جاده ها دنبال معشوقش میگرده. اون وقت دیگه اسم نداره، غریب میشه، اسم خودش میگه. به هر جا میرسه اسمشو میپرسن، برای اینکه کسی هم نشناسه که این فرزند فلان تاجر بسیار مشهوریه، خودشو غریب معرفی میکنه. برای همین میگه غریب داره میگه. برات اون کاغذی بود که امروزه هم بهش میگن برات، در اقتصاد جا داره. اقتصاد امروزی در کتاب‌های اقتصاد، در تاریخ اقتصاد، این برات که امروزه به چک تبدیل شده، همون چکه که امروزه بهش چک میگن. قبل در گذشته اسمش برات بود. حالا این برات رو هر جا میبردی میدادی به اون آدم، پولتو میگرفتی، به هر کسی میدادی، فرقی نبود اون آدم باشه، چون که دولت مغول به این یک سندیت داده بود. برات یه چیزیه که حالا عرض کردم هر جا بدید نقل میکنه، مرادتون رو میگیرید. حالا اینه: bir برات gecesi dilek diledim، در یک شبی که مثلا فرض بکنید که در اسلام، در دین اسلام یه شبی هست به نام چی هستش که از 1000 شب مهمتره، لیلة القدر. در ترکی به این میگن برات. او gece برات gecesi، یعنی اون روز، اون شبی هستش که هر چی بخواید داده میشه. اینو داره میگه: bir برات gecesi dilek diledim، یه آرزو کردم. حالا اگه بخوایم اینجوری بشیم: bir dilek diledim، bir dileğin diledim، bir dilek diledim hakka yaradi. برات و یارات، برادی یعنی یارادی یعنی به خدا رسید، حق اینجا اللهه. bir dilek diledim، یه آرزو کردم که به حق رسید. اون شبی که قرار بود شب لیلة القدر مثلا. şükür muradimi verdi یاردن، شکر که او خالق، یاردان خالق، مرادمی وردی، اون چیزی رو که آرزو کرده بودم. نگاه کنید از کلمه دیلک دقیقه استفاده نکرد، مراد استفاده کرد، دیلک و مراد. şimdi ogur dilim zikrullah benim، حالا چون الله اون مراد من رو داده، اون مرادش چی بود؟ احتمال میدم عشق بوده. چون اون şimdi اکنون ogur دلم میخونه، ذکر الله من ذکر الله رو میخونم. dediler pende bir araya geldiler. حالا اینجا dediler یا dediler bir araya geldiler، اینجا یه کلمه نوشته که نمیتونم بخونم. Dedülü para bir araya geldiler. Bu gece seyir ettim anlar deminden. اینجا یه ددلر احتمالاً باشه. ددلر احتمالاً ددیلر. bir ara این کلمه رو نمیتونم بخونم. dedülü para یا چی هستش این نمیدونم. ددلو پر bir araya geldiler، این چیه؟ یه اسم احتمالاً باشه، بزرگانی یه چیزی، نمیدونم معنیشو نمیفهمم، من خودشم نمیتونم بخونم چون بی سوادم در زبان ترکی. این ددلو پر
bir araya geldiler. Hala اونها به یک جا جمع شدن. Bu gece seyrettim anlar deminden. من این شب از دم اونها سیر کردم. Erenler, hala اینجا erenler verdiği sırrı bildiler. Erenler verdiği sırrı bildiler. Bana içürdüler kızın camından. میگه ارنلر، گفتیم مبارزان، جنگجویان، قهرمانان، بزرگان، صاحبان علم و مکنت و ثروت، بهشون میگم خود ارنلر یعنی اینها، اونها. حالا اینجا ارنلر یعنی کسایی که به خدا رسیدن. در اینجا ارنلر، خود کلمه ارن از دیگه اون مفهوم و چیز نداره، بیشتر میرسه به اونهایی که به الله پیوستن، صوفی ها، اون اهل عرفان اینجوری بگیم. ارنلر وردیه سری، اونهایی که این ارنلری که سر رو داده بودند، بیلدیلر، فهمیدند اون شبی که این چیز میدادن، سیر کردن. bana içirdiler kızın camından. حالا نگاه کنید دوباره برگشت سریع از خدا به چی؟ در اون شب اون ارنلر این سر رو فهمیدن و به من از اون içirdiler، به من نوشاندند kızın camından، از جام اون دختره، از جام اون دختر به من نوشاندند. یعنی عشق مبتلا داره، میگه به عشق مبتلا شدن. altın tasların آب و حیات verdiler. altın tasdan آب و حیات verdiler. Kurtulmadım. Üsü dünya gaminden. altın tasdan، تاس کاسه، پاته دسته دار نوشته میشه. امروز هم تاس هست. امروز کاسه میگم، ولی یه مقدار بزرگتر از کاسه بود و رنگ طلایی داشت. میگه آلتون تاستن، آلتون به معنی طلا. الان در آذربایجان قزل گفته میشه، ولی در گذشته از کلمه قز هم احتمالاً گرفته شده باشه، برای اینکه آلتون، قزل یعنی کسی که مثل دختره، دست شما نمیمونه، شوهر میره. قزل صفته از قز گرفته شده باشه، از کلمه قز قزل رو ساخته باشن، احتمال میدم، زبانشناس نیستم، همین حدسه. آلتون اسم یه فلزه که ما در آذربایجان، در ایران امروزه طلا گفته میشه، در شاید به خاطر تلالو روانیش، وگرنه خودش متلالو نیست، طلا گفته میشه. در آذربایجان قزل گفته میشه، در ترکیه آلتون گفته میشه به این. ولی حالا در مورد قزل هم گفتم که احتمالا از قز اومده باشه، که قز وقتی شما دختر متولد میشه خیلی خوشحال میشید، اما میدونید که یه روز این بزرگ میشه، شوهر میکنه، میره و دختر شما دیگه مال شما نیست، میره متعلق به یکی دیگه میشه. حالا اون هم ایمان داشته باشه، آدم خوبی باشه نباشه، اجازه بده دخترتون هر از گاهی به دیدار شما بیاد یا نه، یا نزدیک باشه یا غربت باشه. ما دختر مردم رو گرفتیم با خودمون آوردیم کانادا، دیگه هیچ وقت پدر و مادرشون ندید یا برادرشون ندید. خب اینجوری این طلا هم که قزل امروز دست شما هست، فردا نیست، میره از دست شما. altın تاستن بو آب حیات verdiler، در یک کاسه طلایی آب حیات رو به من دادند. kurtulmadım dünya gaminden. اینجا یه اسبو هستش، یه چیزی نوشته که نمیدونم چیه، الف ساتر مثل واو ر دال، یه چیزی خونده میشه، نمیدونم چی است. kurtulmadım dünya gaminden، من از، حالا اینجا این کلمه هرچی وسط هست اینو دیگه نمیدونم چی هستش، اسیر دنیا غمیندن، احتمالا مثلا اینجوری بخونیم، یعنی اسیر، البته ساده این اسیرم نمیشه، از غم دنیا این آب رو که خوردم از این کاسه طلایی به یه غمی مبتلا شدم که نمیتونم kurtulmadım، نمیتونم ازش رها بشم، نه رها نشدم، kurtulmadım نمیتونم، نه رها نشدم، یعنی تلاش کردم ولی نشد. uğruma geldi قبلگاهم benim. uğrum یعنی روبروم،
به جلوی من اومد، روبروی من به شانسم uğruma geldi qiblegahım benim. Qiblegah benim. Qiblegah geldi روبروی من وایستاد. işim gücüm oldu fikrullah benim. حالا که قبلگاه هم جلو اومد، عشق این دختر رو هم خوردم، الله یارم خیلی زیبا گفته. işim gücüm oldu، کاربارم شده چی؟ فکرم الله benim. Allah Allah کردن Allah bu kızı hava yetişeceğim. Allah bunu mənə yetiştir. این شد درد من. ادامه داره شعر. ارانلر گفتیم که ارن و اران اینا دو تاش یکی. احتمالاً ایران، کلمه ایرانی که امروز هستش در صفویه هم ممالک محروسه صفویه بوده، ایران کلمه اونجا احتمالاً از کلمه ارنلر ایران شده. ایران از آریا نیست، از ایران هستش، کلمه ترکی هستش دیش هست. آریا یک کلمه جدیدی که در از جنگ جهانی اول به بعد رایج شده، به خصوص در جنگ جهانی دوم کلمه آریا در اروپا پیدا شده. ریشه نداره در فرهنگ و زبان خاورمیانه و آسیا. این کلمه ریشه نداره. ریشه کلمه ایران ارن هستش. ارن، حالا ارنلر یعنی قهرمانان، جنگجویان، مبارزان. اینجا در مقابل، در اینجایی که امروز ایران نامیده میشه و گفتیم که از آذربایجان جدا شده و آذربایجانی که در گذشته وجود داشت در دوره صفوی، از گرجستان تا بخشی از هندوستان امروزی که پاکستان هم پاکستان افغانستان هم داخل اون بود، از بالا هم بخشی از روسیه، از پایین بخشی از کشورهای عربی و امروزه اون قسمتی که در غرب هستش بخشی از ترکیه جزو آذربایجان بود و گفتیم که چجوری تجزیه شد. حالا این قسمت در مقابل عثمانی که با اروپایی ها و مسیحی ها می جنگید و روسیه امروزی هم بخشیش تحت سیطره این حاکمیت بود و خود این صفویه هم در دل دریای عثمانی یک نقطه کوچکی بود. حالا اینها با عثمانی ها می جنگیدن، به خودشون ار می گفتن، هر کسی به خودش ار می گفت، به شوهرش ار می گفت، برای اینکه اینها جنگجو بودن و با عثمانی ها می جنگیدن. ارنلر یعنی مجموعه ارها. حالا اینجا رو عثمانی صفوی چی گفت؟ اینجا ایران یعنی محل زندگی ارها هستش که می جنگن. ریشه ایران آریا نیست، اره و ارنلر، جایی که سرزمین، حالا صفت ازش درست میکنه، از ار میشه ایران، جایی که ارها زندگی میکنن. یعنی یه کلمه بگیم ظرف درست میکنه، مظروف درست میکنه. ظرفش ایران میشه، اسم ظرف، اسم مکانش میشه ایران، ظرف همین مکان. İranlılar maksuda تنبیه ettiler. نگاه کنید، ایرانلیler مقصوده تنبیه ettiler. تنبیه اینجا به معنی کتک زدن نیست، به معنی آگاه کردن، کلمه عربی هست. مقصود یعنی اون هدف، آرمان. ایرانلر، نگاه کنید ایرانیلر نیستش اینجا، ولی مثل ایران نوشته شده. ایرانلر یعنی ارنلر مقصوده تنبیه ettiler. اون همه در مورد، حالا در ما در چیز قزل الما میگیم. قزل الما اون آرمان شهر. اینجا همون رو میگه. ایرانیلر نیستش. ایرانلر مقصود تنبیه ettiler. قزل الما رو به ما یادآوری کردن، تنبیه ettiler. حالا اینجا یه چیزی نوشته که امیدوارم بتونیم ببینیم. تفلیزلی سنامی bana verdiler. تفلیزلی سنامی، این تفلیز احتمالا تفلیس باشه، نمیدونم این کلمه برام میگم در زبان ترکی خیلی فقیر و بیچاره ام و نمیدونم چجوری
خیلی از کلمات رو ندیدم که یه تصوری از اون در ذهنم باشه که بتونم بخونم. تفلیزلی یعنی اون تفلیزلی سنامی، یک آدمی بوده در اونجا اسم احتمالاً پدر سنم، تفلیزلی سنامی، سنام دختر، تفلیزلی، بله حالا دارم متوجه میشم. تفلیزلی سنامی bana verdiler. او صنم تفلیسی رو به من داداندند. در فارسی نمیشه اینو گفت، این در زبان فارسی وجود نداره این فعل. تفلیزلی سنامی بنا وردیردیلر، اون رو انگار که در رویا یکی این دختر رو بهش داده اند بهش. چی ها؟ ارانها ایرانلر مقصود تنبیه ettiler. Tiflisli senami bana verdirdiler. تنبیه ettiler verdirdiler. خودشون ندادن، خودشون گفتن که یکی برو از یکی بستان. آنلر بیربیرین بولدو دیدیلر، اونها گفتن که آنلر یعنی صنم و غریب، بیربیرین بولدو دیدیلر، اونها گفتن که اونها بیربیرین تاپتیلار یکدیگر رو پیدا کردن. دوستم دشمنم توغرو راه بنیم، دوستم و دشمنم راه درست من رو نشونم دادن. یعنی دوستم دشمنم دوغرو راه بنیم. اینجا دوباره اون قلب با بسته شده رو گذاشته. ادامه ندیم چون که این داستانه و من با داستان نمیخوام بریم صفحه 51 نیم صفحه از اونجا بخونیم. اینجا گفتم احساسات نویسنده همراه کتاب به شدت تغییر میکنه، دستخطش یه مقداری بالا و پایین میره، تند میشه، گاهی وقتا مثل چاقو میبره، یعنی کلمات رو مثل چاقو تیز مینویسه، گاهی وقتا به کلمات حالت قوسی میده، دایره‌ای میده، یعنی نرم میشه کلمات، تیز نیست، برنده نیست. این هم در چیز گفته میشه، در رشته مربوط به چاپ و روزنامه‌نگاری در رابطه با تیزی کلمات صحبت میشه. دکتر مهدی محسنیان راد اگر زنده باشه که خدا عمر طولانی بهش بده، الله عمر طولانی بهش بده، یک کتابی داره به نام ارتباطات و در اون درباره معنی هر کلمه صحبت میکنه. میگه هر کلمه علاوه بر اون معنی که ما میدونیم، میگه مثلا جزل یعنی زیبا، میگه خود این کلمه زیبا علاوه بر این کلمه‌ای که به ما یک چیزی رو تداعی میکنه در ذهنمون، یه معناهایی داره که در اون زیبا خفته ولی ما بهش آگاه نیستیم، اما به طور ضمنی اونها رو میفهمیم. میگه مثلا زیبا چی هست؟ میگه آیا زیبا گرم سرده؟ معمولا گرم زیبا، سرد نیست. دایره‌ای هست یا گوشه داره؟ دایره‌ایه، گوشه دار نیست. برنده هست یا کنده؟ کسیزیده یoksa küttü؟ میگه که مثلا عشق کنده، برنده نیست. من میگم اینو، نمیدونم، به نظر من کنده، برنده نیست. شاید هم برنده هست برای اینکه واقعا عاشق بدبخت میشه. آتیشه یا یخه؟ حالا سرد و گرمشو گفتیم دیگه، همونه. بعد دو سه تای دیگه هم داره. میگه در هر کلمه ای این یکی از این 6 وجه مخالف هم وجود داره. تاریک روشنه، اینم هست. مثلا عشق روشنه، اما سرما، یخ، کدورت، قهر دوستان حالا اینجا این کلمه قهر رو بگیم. قهر گرم سرده، روشنه یا خاموشه، شب یا روزه، تاریکه یا سیاهه، برنده هست یا کنده،
دیگه چی داره؟ 6 تا معنی متضاد داره، یعنی 12 تا معنی میشه از یک کلمه در آورد. این رو دکتر مهدی محسنیان رو خیلی خوب کار کرد تو این کتاب معنی شناسی یا ارتباط چی هستش. من دارم همینجا هم دارم اون کتاب رو، نه ندارم متاسفانه. اون کتاب در وطن مونده، در تبریز مونده، در کتابخانه من مونده. یکی از بهترین کتاب‌های معنی شناسی هستش که بسیار هم من خودم هم در یه تحقیق انجام داد دکتر مهدی. اولا این تحقیق رو در خود کلاس انجام داد و اون معانی که در تخت سیاه این رو کشید رو درک ما، همه ما از یک کلمه‌ای که داده بود، حالا یکی دو تا کلمه، همه رو روی هم انداختیم و عین هم شد. یعنی خیلی تفاوت درک ادراکی نداشتیم در مورد این معناهای ضمنی. و یکی از تحقیقاتش من خودم شرکت کردم. انسان بسیار چیز، حالا چی شد اینو گفتم. اونجا میخواستم بگم که میگه هر کلمه یه مفهومی داره، یه احساس، وقتی احساسم وارد بشه یهو این تیز میشه، یهو نه وقتی احساست یه مقدار راحته، آرامتری از نظر روانی، گرد میشه. این دستخطم تأثیر میذاره. خب بریم صفحه 50 ببینیم که اینجا دوباره به شعر برمیخوریم. من این شعر رو میخونم. سنه یا تمیمی خبرین یوک. حالا شعر اینجوریه، رفته یه جایی غریب، حالا یه جایی رفته، بذار ببینیم از کجا شروع میشه داستان. همان شاه سنام etti. شاه سنام بهش یه حرفی زد. Kızlar varın akça kızın saz akça. Kızlar varın برید بیارید، یا وارن بیارید یا برید بیارید. آقچه طلا بیارید. آقچه طلا نیست، یه پول فلزی آهنی بوده، سیاه، خیلی کم بوده، یه ارزش داد و ستد داشته ولی طلا نبوده. اینجوری بوده. طلا خیلی گرانبها بوده ولی آقچه پول خورد بوده، از فلز بوده، فلز آهن بوده، اسمش آقچه بوده. Kızın sazını getirin. برید ساز، این ساز اینجا میدونیم که وسیله یه تاری هست، یه سازه دیگه، یه آلت موسیقی هستش که یه طرفش خیلی بزرگه، یه طرفش نازکه و در بالاش یه چند تا چیز داره که این نخ رو یا سیم رو یا هر چی که بوده این رو محکم میکردن و این قسمتش هم بزرگ بود که به سینه‌شو میچسبیدن و میزدن. اسمش سازه. حالا اینجا گدین kızın sazın getirin dedi یا dedi. همان شاه سنام etti. نه این نه. dedi ondan kızlar gedük. akça kızın sazını getirdiler. رفتن یه دختری بوده اسمش آقچه بوده، این پول نیست اینجا. یه آقچه kızın sazını getirin. برید ساز دختر که اسمش آقچه است اون رو بیارید. getirdiler. ondan sazını aldı. حالا ساز این رو گرفت. عاشقم غریبی. عاشق غریبی، این عاشقی که غریب هستش، اون ساز اون دختری که اسمش آقچه بود اون رو گرفت و حالا زیر اینها خط کشیده. نگاه کنید با خط سیاه. آلدی. عاشق غریبی، زیر این دوتا یه دونه چیزه. عاشق غریبی o yardım احتمالاً o yardım یا o yasık احتمالاً نمیدونم. o yastık اینجوری باید باشه. o yastık için aldı. احتمالاً نمیدونم این یاستخ چی یه چیزی یاستخ نمیدونم، این نتونستم، من اینو نمیفهمم، میگم زبان ترکی خیلی چیزم. aldı akça kız bakalım ne demiş. حالا این دختره سازشو گرفت. akça kız bakalım ne demiş. ببینیم چی گفت. سازشو گرفت، حالا میخواد بخونه. sen ya temimi haberin yok. Sen ya temimi haberin yok. Oyan ücü maral geldi. Bak o yana bak bu yana, o yan ovçu
o ilan geldi. Sen ya Temimi haberin yok, oyan ovçu maral geldi. Bak o yana bak bu yana, oyan ovçu oyan geldi. Açtım bahçe kapısını, önüme kattım hepsini. Dudu kimi barın kokusunu. duydum احتمالا duydum. حالا من دیگه شعر رو نخونم چون خرابش میکنم. Duyduğumu yarın kokusunu, duydum kimi yarın kokusunu, بوی یارم رو شنیدم. Birizden indi bu dedi. Birinden indi bu dedi. Oyan ovçu oyan geldi. Şogi alemi bürüdü. Gözelin hakdan verildi. Gözelin hakdan verdi. Oyan ovçu oyan geldi. Maralı indirdim düze. Ele gözler süze süze. Ya da ele gözler süze süze. Çımçıgalar verdin bize. Hala in çiğ neme? Çımcıgalar verdin bize. İki gömlek gir ede. İki gömlün gir ede. Biri ketan, biri vala. İhtimalin kömlek başı. İki kömlek gir ede. Biri ketan, biri vala. Ağ gollerin sala sala. Oyan ovçu oyun geldi. Avçılar olmuşlar avi. Avçılar almışlar avi. Söyleşirler goyu. O günden giden tur bir havi. O günden giden bir tür bir havi. Oyan avçı maral geldi. حالا این شعر ادامه داره. Kaldırım ufak taşlı. Elvela yeşil başlı. Elvela حالا نمیدونم الوله هستش. Yaşıl başlı. Hanımın gözleri yaşlı. Oyan ovçu oyun geldi. Yürü hey goli yalancı. Yürü hey goli yalancı. Silvi ağacı dolancı. حالا چجوری تعریف اینو من معنی بکنم؟ دولانجی کسی که فریب میده یک کسی رو و ازش هر چیزی که داره از دستش میگیره. نمیدونم حالا چی باید بگیم اینو. Bağına girmiş dilenci. Oyan ovçu maral geldi. حالا اینجا مویز başında oturur. Küreten عقلی یوتریر. ولی میگم بعضی از کلمات رو نمیفهمم چون که در زبان ترکی بسیار بسیار فقیرم. Küreten عقلی یوتریر. Ellerin suya batırır. Oyan ovçu oyun geldi. Öpeyim köksün fendini. Akça kız bilir misi kendini. Çözündü köksün bendini. Oyan ovçu meral geldi. حالا اینجا بریم صفحه 100.
فکر میکنم که نزدیک 2 ساعت الان. بله 6 دقیقه مونده که 2 ساعت بشه. بریم صفحه 100. حالا 100 داستانشو بخونیم. اینجا هم شعر داره ولی dastanışu بخونیم. Dedi şimdi oğlan böyle söyledikken paşa etti. Oğlum Allah selamın versin. Allah selamet versin dedi. Ondan garip biz yerkan bazirkan. Ondan garip bazirkan ile ondan galgub paşanın etgini buz edip اتگینی. پس اینجا چی؟ ورسون dedi. Ondan garip bazergan eyle ondan galgup başanın etegini buz edip Allah'a ısmarladım efendim deyip ahiret hakkını bana helal eyle zira چقدر خیلی با احساساتش. یعنی من این برای دومین باره که موهای تنم سیخ ایستاد جوری که دستم رفت اونجا. یعنی خیلی خیلی با احساسات زیبا نوشته شده. اتگینی بوز edip Allah'a ısmarladım efendim deyip ahiret hakkını bana helal eyle zira çıga etmegini çok etmegini ekmek. من قبلا گفتم اینجا اتمگینی یعنی زحمتت رو. همچنین اکمک هم هست. اتمکنی اینجا احتمالا ات و مک اکمک با هم چسبیده. اتمکنی یعنی گوشتت رو و نونت رو خوردم. امروز اکمک گفته میشه از کاشتن، دسترنج. ولی در اینجا میبینیم که اتمکنی یعنی ات و نونت رو خوردم. Çok etmekini yedim dedi deyip ondan kahveye geldiler. از اون جدا شدن رفت قهوه خونه. قهوeye geldiler. Meğer aşık garip 7 yılda yeri dolap altın peyda etmiş idi. میگه مگر گویا که مگر aşık garip 7 yılda 7 dolap altın peyda etmiş. در 7 سال 7 دولاب احتمالاً سطله، نمیدونم، یه وسیله هستش. دولاب altın پیدا etmiş. Kızıl tapmış yani طلا پیدا کرده idi. Ondan dolaplan birini açıp bazırganın önüne döktü. یکی از این دولاب ها رو، احتمالاً دولاب نمیدونم، شاید یختن چی میشه به فارسی؟ صندوق باشه، نمیدونم. الان دولاب این امروزه به صندوق و به چی میگیم حالا به این فارسی، به این چی میگیم؟ مثل اشکافه، چی هستش؟ یه جعبه چوبی هستش بلند، عرضش کمه، مثلا 1 متر یا کمتر و بیشتر، جلوی دیوار میذارن. امروزه داخلش بیشتر این بلوریجات و اینا رو میچینن که مردم تماشا بکنن اینا بلوریجات دارن. نمیدونم این اسمش یه اسمی داره. من کمد دیواری. امروزه به دولاب به کمد گفته میشه و هر چیزی که شبیه کمده، مثل یخچال بوز دولابه. یعنی در گذشته اینها برای اینکه ثروتتون رو نشون بدید و بلوریجاتتون رو نشون بدید که ارزش خیلی زیادی هم نداره و مفهوم خاصی هم نداره، چون مردم به چه دردشون میخوره، در گذشته داخل این وسایل مورد نیازشون رو میذاشتن که پنهان بکنن از چشم. در نتیجه یخچال هم بهش میگن، حالا فارسا میگن یخچال، چاه یخت. این چاله یخ نیستش که، این یه چیزی بالاست، یعنی روی زمینه و وسیله هستش، ولی به هر حال گفتن اسم گذاشتن دیگه، گفتن یخچال. حالا در ترکیه بهش دولاب میگن. دولاب یعنی چیزی که دول میشه. دولماخ یعنی پر شدن، پر میکنیم. دولاب، این دولابه، یعنی مثلا
با بلوریجات پر کردی، دولاماخ شده، دولو شده. حالا دولو هم که از آسمان میاد مثل برف گرد شده ای که سخت استش مثل یخ، تگرگ میگید فکر میکنم در فارسی، اونم دولو هستش، یعنی پر هستش، آبیه که بعدا یخ زده و پر شده، داخلش خالی نیست. دولو پر، ولی در فارسی میگن تگرگ، نمیدونم یعنی به معنی چی میشه نمیدونم. حالا دولاب یکی از این یختن‌ها رو که در آذربایجان یختن میگیم، ما معمولا نمیدونم چرا یختن میگن، احتمالاً در گذشته یخ رو داخل این جعبه‌های چوبی میذاشتن بهش میگن یختن. حالا یخ چی هستش در ترکی باید اینو از یکی از دوستان بپرسیم ببینیم که یخ به معنی چی هستش. یختن میدونیم این هستش، چی هست اون رو باید بدونیم. حالا من تلاش میکنم خودم هم فکر میکنم ببینیم که یختن در چه لغاتی دیگری به کار برده شده تا بتونیم ببینیم که این چی هستش. در فارسی به کار نمیره یختن، یختان نداریم جز این که مثلا حالا اگر اخیراً یه ظرفی که توش چند تا رخ بندازی بگی یختان، این دیگه نمیدونم، نداریم. این یک کلمه ترکی هستش، یختن یک کلمه ترکی هستش که بیشتر هم جهازیه دخترها عروسها رو داخلش قرار میدادن، بیشتر این بود. و وقتی که پیر هم میشد این خانم، اون بخشی از جهازیش داخلش بود و چیزهای قیمتی رو هم داخلش میذاشت، درش هم با یک کلید و قفل کلید میکرد که هیچ کس نتونه به غیرش خودش باز بکنه. و معمولا هم وقتی میمرد دختراش داخل اون به دخترها میرسید، خیلی به پسرها نمیرسید. به هر حال میگه یکی از این یختنها رو دولابها رو altun پیدا şude 67 ondan dolabın birini açıp bazırganın önüne döktü. جلوی بازرگان ریخت. اتی و گفت حاجه، البته اینجا خوجه به آدم بزرگ میگفتن خوجه. امروزه شاید از کلمه گوجا ساخته شده باشه. خواجه احتمال از کلمه گوجا که امروزه در ترکیه به شوهر و آدم بزرگتر میگن گوجا، خوجا، حتی به چیز احتمالاً خوجا و گوجا احتمالاً از یک کلمه است، احتمالاً نمیدونم، هر دو به یک معنی میاد، به معنی بزرگ. به ملا مثلا خوجا گفته میشه، یعنی آدمی که با سواد بزرگ اون منطقه است دیگه، بزرگ دین هستش، اونجا نماینده دین هستش. Hoca benim yoluma harc eylediğin malın adada ederim. Adada ederim mi dedi. Dedi ki اون پولا که در راه من خرج کردی اونها رو ادا بکنم به تو. سوالیه. ادا eder mi dedi. Bazırgan etti oğlum 10 kat ziyadedir. Bir kat versin dedi. گفتش 10 برابر بیشتره. 10 کات زیاده. گات ما قبلا این کار میکردیم. bir kat versin یعنی 1/10 این رو بدی کافیه. bir kat versin dedi. Ondan garip dolabın birini dahi açıp etti. حالا این حرف رو که گفت غریب بهش برخورد انگار که چیز یه دولاب دیگر رو، یه یخدن دیگری رو که پر از صندوقچه‌ای که پر از چیز طلا بود باز کرد. اتی açıp etti گفت hoca sen iyi اسبابی bilirsin. تو اسباب، لباس ها، اسباب در اینجا بیشتر به وسایل میخوره ولی بیشتر به لباس میگه یا هر چیزی که حالا اسباب دیگه، هر چیزی، آلات و ادوات. bilirsin تو اسباب خوب رو میشناسی. bilirsin haydi benim sevdiğime bir gat اسباب alalım. حالا برای اون کسی که من دوست دارم بریم یه مقدار لباس، اسباب بخریم، وسایل لوازم بخریم. خب دیگه بقیهش بمونه، بریم صفحه آخر بخونیم و تمام بکنیم، چون الان بیش از 2 ساعتی که داریم این کتاب رو، 2 ساعت و 4 دقیقه حدودا. صفحه آخر رو بخونیم و کتاب رو ببندیم برای بمونه این داستان برای
دوستانی که تمایل داشته باشن و بخوان بخونن. چقدر بوده؟ زیاد بوده. من این رو عکسای کتاب خیلی بزرگ بوده. خب برگردیم بریم تا اون کتاب رو پیدا بکنیم. خب من صفحه آخر رو بخونم داستان ببینیم چی میشه. Bundan sonra ölmen dahi menden değildir. Olmağın. Bundan sonra ölmen احتمالا نون باشه، اون چیزی که ölmen dahi menden değildir. 41. gün Hicle gecesi yatsı ya şu namazını ada ettikten sonra ilahi eyle aşıka garibi götürüp dua ve sena olup şerbetler içtikten sonra bu nece zamandan beri birbirlerinin yollarına, canlarını ve mallarını خدا ایدن و bu kadar meşakkat zahmet çektikten şu şoğlerin birbirinin ellerini teslim edip ellerini yani ellerin دستاشون به هم دیگه دستا دیگه دارن با هم صحبت میکنن تسلیم edip آندن. اینجا یه چیزی نوشته که روش خط کشیده یعنی غلطه. öyle گلوب ایله گالوب نیاز گلسون. حالا اینجا رو خط زده دستاشون تو هم گره بخوره و نیاز بکنن. اینجوری اینو خط زده گفته که edip آندن گپوسونی کتلیوب درش رو بستن، در خونه رو بستن. حالا رفتن هجله دیگه. داستان اونجا گفتش که هجله gecesi oldu. هجله gecesi یاتسو نمازی نماز خفتن. نگاه کنید من اولین بار این کلمه رو تو عمرم میشنوم. نماز خفتن نگفته. نگاه کن گفته که نماز یاتسو نمازی ادا ettikten sonra نماز خفتن رو و اولین بار این رو میشنوم. چقدر کلمه زیبایی. یاتسو نمازی. گاپوسونی کتلیوب در رو بست. حالا رفت نمازشو خوند، در هجله رو بست، اون اتاقی که هجله باید میرفتن. کتلیوب گتیلر آندن بونلر içeride نماز گلوب. حالا رفتند اینا رو گذاشتن همه نماز شبشون رو خوندن. عروس و داماد رو داخل هجله اتاق هجله گذاشتن، در رو بستن، رفتن. این ساقدوش سلدوشا رفتن، همه رفتن. احتمالا که اول داستان رو نخوندیم دیگه، یه مقدار بیشتر میخوندیم میفهمیدیم که کیا پشت در بودن. Gittiler. Kapısını kitleyip gittiler. Andan bunlar içeride namaz kılıp niyaz edip dua ve senadan sonra şimdi aşık garip kızın cemaline bakınca Şah Senem yüzünü öne çevirdi. حالا میگه که اول اینا هر دوتا نماز خوندن. قلوب نیاز edip dua کردن. نماز قلوب نیاز edip dua ve senadan sonra بعد از حمد و ثنای الله şimdi aşık garip kızın cemaline bakınca. حالا میخواد فرصتی زمان لحظه‌ای که میخواد جمال معشوقش رو برای اولین بار از نزدیک ببینه. Kızın cemaline bakınca Şah Senem yüzünü öne çevirdi. مثل که öne یعنی به طرفش پشتش مثلا به این بوده، حالا öne çevirdi، به طرف این چرخوند. آندن عاشق غریب سازını eline aldı. حالا دوباره اینجا تو هجده خیلی احساساتم الان دلم میخواد گریه کنم از شادی. دوباره سازشو گرفت دستش. bakalım ne demiş oldu. ببینیم چی گفت. bugün bir mah taban gördüm. آشناlığa
محال ancak belki doğmuş aya benzer. Belki doğmuş aya benzer. Kaşları hilal ancak. Aşıklar ölümden kaçmaz. Aşıklar ölümden kaçmaz. Bana cemalin açmaz. Bu mehabbet benden geçmez. Mehabbet başka hal ancak. Deyip ol iki aşık derdmendiler soyunup dökünüp andan birbirlerine sarılıp sarmaşıp bir neçə zaman birbirlerinin olmuş yerlerinden şeftalulerin alıp düşürüp خیلی دیگه سکسی می نویسه ولی خیلی زیبا می نویسه. نگاه کنید داره اندامهای بدن دختر و پسر رو توصیف میکنه. بی‌ادبانه نگیم بی‌ادبانه، اسم زمخت این بدن رو نمیاره. خیلی زیبا میگه birbirlerinin olmuş birbirlerinin بدنهایی که نسبت در داخل بدن هم خودش هست. Birbirlerinin olmuş yerlerinden şeftalulerin alıp düşürüp tamamında بعد آلات حربیه بعد آلات حربیه میدانه گترب. نگاه کنی خیلی بعدن آلات حربیه میدانه گترب اول o nazin şah senamün gül gibi beyaz bacakların arasına girip دیگه جنگ دیگه اینجا وارد جنگ میشن این دوتا. شاه انبردن لطیف olan beyaz güle mahalerin ya ihtimalen memelerin üstüne bir mecun göğneği çadır kurup ondan sonra birbirlerinden murad verdiler. Ondan sonra bir neçe zaman dahi zevk ve safa sürdüler ve gelini ahbablar, ağalar dahi safa etsinler, onlar muradlarına erdiler. اینجا gelini نوشته ahbablar, ağalar dahi safa etsinler, onlar muradlarına erdiler. حق تعالی جملemizi اینا هم رفتن دنبال خودشون دیگه، بزرگان و دوستان هم رفتن، اونها هم دور برن. حالا اینها که شب هجلشونه اونها هم هوس کردن برن، احباب ها، دوستان و آشنایان و آقا هم خواستن برن اون شب رو مثل اینها تجربه بکنن. آنlar muradlarına erdiler. Hakkı Teala cümlemizi gönlü muradını verer. 1254 1254 سال 1254 آمین. حالا اینجا یه چیزی نوشته بوده که پاک کردن، دوباره به یه پارچه خیس کردن و پاک کردن. 28 نتچنون، حالا این چی هست نمیدونم. داستان تموم شد. امروز با یک حکایت داستانی کاملا ترکی، یعنی تمدن فکری و احساسی ترک رو در این کتاب دیدیم. خیلی زیبا نوشته شده. بعضی از کلمات ممکنه که 1% کلمات رو نتونستم بخونم. خط برای من خوب بود. علت این که نتونستم بخونم برای اینکه من از بعضی از کلمات هیچ تصور ذهنی ندارم. قبلا یه جایی نشنیدم، نخوندم
و املاشو ندیدم که این رو بتونم با اون عکس و اون ذهن و اون کلمه‌ای که در مغز من محافظه میشه با اون تطبیق بدم بخونم. برای همین نتونستم بخونم، وگرنه خطش قابل خواندن هست. برای کسایی که ترکیشون خیلی بهتر از منه این کتاب مثل آب روان خونده میشه. من فکر میکنم هر کسی این کتاب رو بخونه با این احساساتش مثل نویسنده تهییج میشه، باهاش گریه میکنه، باهاش خنده میکنه، باهاش عشق میکنه، باهاش داخل هجله میره. روزتون بخیر، روزگارتون بخیر، به امید دیدار و امیدوارم الله تبارک و تعالی این فرصت رو و این عمر رو به من بده که با کتاب‌های بیشتری با زبان ترکی آشنا بشم و شما هم همینطور، و بتونیم از این زندانی که حتی احساساتمون هم زندانی شده در این زندان مهندسی جهل ازش خارج بشیم و جهان بیرون از این رو، به خصوص جهان تمدن و فکر و احساسات فکری رو، تمدن فکر رو دوباره از نو تجربه کنیم. روزگار به کامتون.